یگانگی و جدایی. رامین کامران. تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. نفی نمایندگی و سلب حاکمیت از ملت. در نظام اسلامی پس زدن نمایندگی مقدمه نفی حاکمیت ملی بود و قبل از آن واقع گشت. خمینی علیرغم حکمی که برای انتصاب بازرگان صادر کرد و طی آن وی را مأمور تشکیل مجلس مؤسسان نیز نمود، ابداً تمایلی به تأسیس چنین مجلسی نداشت، چون هیچ معلوم نبود که بتواند اکثریت آن را به طرفداران خیش اختصاص بدهد. به علاوه مؤسس شمردن مجلس در حکم دادن اختیار تام بدان بود و بازگذاشتن دستش در تعریف نظام سیاسی آینده مملکت. وی به سرعت مانوری را شروع کرد که اولین قدمش رجوع به آرای عامه مردم بود برای تعیین نظام، با این حساب که بهتر است تا خودش کانون توجه است و مورد اطمینان مردم از آنها رأیی برای صحه گذاشتن بر نظامی که خود میپسندد بگیرد و به عبارت دیگر برای خیش رأی اعتماد اخذ نماید. وقتی خمینی جمهوری اسلامی را که به قول بختیار مجهول مطلق بود به رفراندوم گذاشت و تایید مردم را برای چیزی که بعد به معنای نفی حاکمیت خودشان تفسیر شد گرفت، راه را برای تأسیس مجلس باز کرد. طبعاً با یادآوری مؤکد به منتخبان که وکیلند برای فراهم آوردن ترتیبات قانونی تأسیس جمهوری اسلامی و خارج از این حد مطلقاً اختیاری ندارند. حاکمیت ملی توسط همین مجلس نفی گشت. در فاصله زمانی بین انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی این مسئله که حاکمیت متعلق است به ملت ایران نه مورد شک بود و نه موضوع بحث. آنچه که مایه کشمکش بود این بود که حق مزبور در عمل از مردم ایران سلب شده بود و پادشاهان مستبد پهلوی به ترتیبی که یادآور استبداد کهن بود و گاه حتی ادامه آن وانمود میگشت بر مملکت فرمان میراندند. ولی با انقلاب اسلامی و با میان آمدن نظریه ولایت فقیه خمینی اصل حاکمیت ملی آماج حمله واقع شد و در نهایت اعتبار آن رسما در قانون اساسی جمهوری اسلامی نفی گردید. در دو اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی به حاکمیت اشاره شده است و بررسی هر یک از این اصول بدون رجوع به دیگری ناقص است و اسباب گمراهی. نکته در این است که اهمیت این دو یکسان نیست تا همسنگشان حساب کنیم یا بینشان یکی را به میل خود برگزینیم. اهمیت اولی قاطعاً بر دومی میچربد، یکی پایبست است و دیگری نقش ایوان. مهمترین و اساسی ترین اشاره به حاکمیت چنان که منطقی است در همان ابتدای قانون، یعنی در اصل دوم آمده: جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او. از همینجا تکلیف حاکمیت و قانونگذاری برای تمامی مطلب روشن می شود و معلوم می شود که بخش مربوط به ملت نمی تواند جز تابعی از اختیارات الهی باشد. مورد دوم در اصل 56 آمده است: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت خود حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند. باید توجه داشت که در اینجا صحبت از حاکم شدن انسان است که مفهومی است کلی و از آن مهمتر فردی و غیر سیاسی.
نه ملت یعنی جمعی صاحب وحدت سیاسی که حق تعیین سرنوشت خود را دارد و این کار را از طریق نمایندگان خود انجام می‌دهد. حاکم بودن بر سرنوشت خود را حداکثر می‌توان به آزادی انسان تعبیر کرد و کاری که ملت قرار است بکند استفاده از این آزادی خداداد است، نه اعمال حق حاکمیت. دلیل اینکه حق حاکمیت اساساً و به تأکید و در هر دو جا از آن خدا شمرده شده روشن است. کتاب ولایت فقیه خمینی مرجع کار بوده و طبق آن حاکمیت از آن خداست و بس. در اینجا باید نکته ای را یادآوری کرد که بسیار مهم است. خمینی برخلاف سلف خود شیخ فضل الله نوری در بیان عقاید سیاسی کلامی خود بدون اینکه ذره‌ای به روی مبارکش بیاورد از مفاهیم مدرن سیاسی از جمله حاکمیت بهره گرفته و چه طرفدارانش بپذیرند و چه نه وامدار مشروطیت و تجددی است که این انقلاب وارد حیات سیاسی ایران کرده. صریح بگویم وی بدون این مفاهیم قادر نمی بود نظریه ولایت فقیه خود را سازمان بدهد. اگر در این میان داستان حاکم بودن انسان بر سرنوشت خود مثل نخود آش وارد اصل 56 شده، برای این است که در کشوری که از انقلاب مشروطیت به بعد مردمش صاحب حق حاکمیت شده بودند، نمیشد یک شبه این حق را به طور رسمی از آنها سلب کرد. به همین دلیل انسان و نه ملت از طرف خدا بر سرنوشت خود حاکم شناخته شد تا مردم با تعارفی دلخوش شوند و سر و صدای زیادی بلند نشود. تقدم و تأخر این دو اصل و تأکید صریحی که در هر دوی آنها بر تعلق حاکمیت به خدا شده، جایی برای صحبت از شراکت خدا و انسان و تعادل بین جمهوری و اسلامی باقی نمی‌گذارد. وقتی حاکمیت به صورت مرجعیت نهایی تعریف شد، نمیتوان از آن شرکت سهامی درست کرد و اگر هم کسی چنین کرد، نمیتواند حق مساوی برای دو شریک قائل شود. به دو دلیل. اول اینکه اگر دو شریک هم رأی نباشند، کارها فلج خواهد شد، پس باید یکی حرف آخر را بزند. دوم اینکه کسی که خدا را وارد معامله می کند، نمیتواند خالق و مخلوق را برابر به حساب بیاورد. حال که تکلیف ما با اقتدار سیاسی و حاکمیت روشن شد، بپردازیم به اقتدار مذهبی و عصمت که مشکل اصلی از آنها برمیخیزد. زیرا مانع اصلی در راه برقراری جدایی توان و قوام نداشتن اقتدار مذهبی بوده است و به عبارتی هنوز هم هست. اقتدار مذهبی. کارکرد اقتدار مذهبی ایجاد وحدت است بر اساس حقیقت دین. ارتباط با رهبری مذهب که اعمال کننده این اقتدار است به دو صورت میتواند انجام بگیرد: بی واسطه یا با واسطه. صورت اول معمولاً در هنگام زایش دین یا در گروه‌های بسیار کوچک مشاهده می‌گردد. در مواردی که ارتباط با بنیانگذار دین یا جانشین وی رو در روست و حاجت به توسط روحانیت ندارد. در این وضعیت جمیع مؤمنان برای دریافت حقیقت دین به تنها مرجع موجود مراجعه می‌کنند و پاسخ دریافت می‌دارند و به این ترتیب خود نیز وحدت می‌یابند. اما وقتی که ارتباط مستقیم با بنیانگذار قطع شد و از آن مهمتر گروه مؤمنان توسعه پیدا کرد، دیگر وحدت حاجت به واسطه خواهد داشت و این واسطه جز روحانیت نیست. به همین دلیل است که روحانیت از اساس و ابتدا در مذهب که پایش رابطه مؤمن با بنیانگذار مذهب و با خداست جا ندارد، ولی در هیچ مذهبی هم که عمر و توسعه پیدا کرده نمیتوان از آن صرف نظر نمود. وظیفه این گروه کشف و عرضه حقیقت دین است که پایه اداره تقدس و ترسیم مرز بین مقدس و نامقدس و طبعاً تعریف رستگاری و راهنمایی به سوی آن قرار می‌گیرد. وحدت خود روحانیان هم در نهایت متکی است به توافقشان بر سر حقیقت دین و در سازمانی واحد تبلور پیدا می‌کند.
در مذهبی که جا افتاده باشد، اقتدار مذهبی و وحدتی که با تعریف حقیقت دین ایجاد می کند، از 3 عنصر تشکیل می شود که در عمل نمی توان از هیچ کدام آنها صرف نظر کرد، ولی مقام و اهمیتشان را هم نمی توان از بابت کلامی هم ارز محسوب نمود. در بین این 3 عصمت مقام جداگانه‌ای دارد، زیرا بیان اراده و تایید الهی است و چون وحدت مذهبی در نهایت از آن برمیخیزد در صف اول قرار میگیرد. بعد نوبت میرسد به علم دین که موضوع تحصیل و تخصص است و سومی قبول مؤمنان. عصمت در نقطه شروع مذهب قرار دارد و اگر موجود نباشد یا اگر وجودش از سوی آنهایی که قرار است ایمان بیاورند پذیرفته نباشد، اصلا مذهب شکل نمیگیرد و دعوت بنیانگذار آن طنینی پیدا نمی کند. عصمت بیان اراده آزاد است در زمینه مذهب. این خاصیت که هر سخن و تصمیم مؤسس مذهب را مقدس و واجد اعتبار می سازد، در طول حیات مذهب محدود می گردد و فضایی را که در ابتدا به تنهایی اشغال کرده بوده است به عوامل دیگر وامی گذارد. ولی البته در همه حال حق گفتن حرف آخر را برای خود محفوظ می دارد. عصمت چاشنی نهایی تصمیمات اقتدار مذهبی است، نه عنصر غالب آن. قرار است بحث را ختم کند، نه اینکه بی هیچ کندوکاوی از ابتدا تا انتها تکلیف همه چیز و همه کس را روشن نماید. می توان عصمت را به رأس هرم مذهب تشبیه کرد، ولی با ذکر این نکته که هرم مذکور حالت وارونه دارد و در نهایت بر همین نقطه که عصمت باشد استوار است. عصمت به کلی از آن 2 عنصر دیگر اقتدار مستقل است، نه به استدلال و دانش اکتسابی وابسته است و نه متکی است به تأیید مؤمنان و بنابر تعریف از هر آنچه که مخلوق محسوب است بی‌نیاز. به همین دلیل هم هست که میتواند در هر مورد و بدون استفاده از زور یا هر روش اقناعی حکم قاطع و فاصل صادر نماید، حکمی که اعتبارش مشروط به اعتقاد است و وقتی این شرط حاصل شد محتاج هیچ یاوری نیست. عصمت نیز باید مانند حاکمیت محدود گردد، ولی در اینجا برخلاف مورد حاکمیت مسئله آزادی مؤمنان مطرح نیست، چون اصلا مذهب حوزه آزادی نیست. منتها محدود شدن عصمت باید از درون آن و بر اساس عقل صورت بگیرد، نه از بیرونش. این مسئله شرایط خاصی دارد که پایین‌تر بدان خواهیم پرداخت. علم دین. مقصود از این عنصر اقتدار مذهبی شناخت حقیقت مذهب از راه عقلانی است، نه علم لدنی که به عصمت نسبت داده می شود و نه کشف و شهود عرفانی که مشابه آن است. این شناخت موضوع تخصص است و مذهب را به عنوان پدیده تاریخی و دگرگون شونده در نظر می گیرد و در پی شناخت حقیقت ثابت آن است از ورای این تغییرات، ولی مثل هر شناخت تاریخی دیگری خود نیز در معرض تغییر دائم است و در هیچ مرحله نمیتواند ادعا نماید که حقیقت دین را به طور نهایی کشف کرده است. به همین دلیل هم هست که در هر مرحله از شناخت محتاج تایید عصمت است، اما اساساً محتاج به تایید مؤمنان نیست و به هیچ وجه خصلت دموکراتیک ندارد و قابلیتی نیست که از سوی مردم به کسی تفویض شود. دانش مذهبی خود منابعی را که باید بشناسد و به شکافت تعیین می کند. البته روشن است که منابع اصلی و اولیه مذهب در همه حال موضوع تحقیق آن است، ولی دامنه شناخت مذهبی که همیشه از این منابع آغاز می شود فقط به اینها ختم نمی گردد و باز است. علم دین اکتسابی است و موضوع فراگیری و تحقیق و تتبع و ثمر دادن این علم هم محتاج انتظام میدان بحث و تصمیم است. کارکرد دانش مذهبی
ایجاد وحدت به کمک اقناع عقلانی است که مستلزم سازمان دادن نظریه تجربه تقدس است، چه نزد بنیانگذار دین و چه نزد پیروان وی. و از آنجا که این تجربیات همه در تاریخ واقع شده است، شرایط تاریخی این تجربیات هم خواهی نخواهی موضوع علم دین است. تجربه تقدس ماده خام کاوش‌های دانش مذهبی است. هدف تکرار این تجربه نیست، ترتیب آن گفتاری است که بین تجربیات پرشمار و متنوع مؤمنان وحدت ایجاد می‌کند. حتی تجربه‌ای که خود عالمان دین می‌توانند از تقدس داشته باشند، ماده تحقیق است، نه حاصل آن. در اینجا برخلاف عرفان، تجربه خام تقدس مترادف حقیقت دین نیست. این حقیقت باید کشف گردد و در قالب گفتاری معقول ریخته شود. آن تجربه باید تفسیر گردد و معنایش روشن شود. اسباب کشف حقیقت دین توسط علما عقل است. اعتبار جهان شمول گفتار دینی از عقلانی بودنش برمیخیزد که برای همه قابل درک و سنجش است، نه از عصمت که فقط از دید مؤمنان اعتبار دارد. پست کردن عقل چه از مسند عرفان انجام بپذیرد و چه از هر موضع دیگر راه را برای دریافت حقیقت دین باز نمی کند، بلکه آن را به نوعی رابطه مستقیم و در نهایت وصف ناشدنی و غیر قابل درک برای دیگران کاهش می دهد و معیاری هم که برای سنجشش در میان می نهد فقط اعتبار ذهنی دارد. در حوزه دانش مذهبی به سختی می توان صحبت از اجماع کرد، چون اصلاً عامل محرک تحقیق و تتبع اختلاف نظر و بحث و گاهی جدل است. جایی که پاسخ قطعی در دسترس نباشد نمیتوان به دنبال اجماع عقلانی بود و به همین دلیل است که بحث عقلانی در باب مذهب برای رسیدن به وحدت کافی نیست و محتاج عصمت است. نکته کوچکی را هم یادآوری کنم. اجماع جمیع مؤمنان معادل درستی مطلق عقیده و به نوعی معادل تایید الهی و عصمت شناخته شده است، ولی اجماع علمای دین خیر. احتمالاً به این دلیل که مبنای دانش مذهبی عقل است و احتجاج عقلانی اساساً از عصمت جداست، در صورتی که قبول یکسان مؤمنان درست به همین دلیل که برخاسته از احتجاج نیست، محمل بهتری برای تجلی تایید الهی است. قبول مؤمنان. عنصر قبول مؤمنان در شکل گیری و عمل کردن اقتدار مذهبی اهمیت عمده دارد و در عین حال بسیار ظریف است و به هیچ وجه نمیتوان آن را مشابه قبول مردمی در حوزه سیاست شمرد. این عنصر در اقتدار مذهبی دو وجه دارد. وجه اول آن نوعی جایگزینی عصمت است و وجه دومش برمیگردد به اعتبار روحانیت. اگر قبول مردمی یک عقیده مذهبی صورت اجماع بگیرد، نایب تاریخی عصمت محسوب می‌گردد. در اعتبار مذهبی امری که مؤمنان بر سرش اجماع کرده باشند شک جایز نیست. اجماع پیروان دین در حکم وحدت بیواسطه آنهاست، بی حاجت به دخالت اقتدار مذهبی و منطقی است که به نوعی همتای تاریخی عصمت یا به عبارت دقیق تر بیان تایید الهی شناخته شود. ولی می‌دانیم که چنین اجماعی نادر است و قبول مؤمنان معمولاً متوجه است به حقیقت دین، چنان که از سوی اقتدار مذهبی یا به عبارت دیگر روحانیان بدان عرضه می‌گردد. اداره این قبول که راه تأثیرگذاری از پایین را بر اقتدار مذهبی باز می‌کند، کار حساسی است، زیرا همانقدر تابع مصلحت عملی است که استنتاج نظری. در این چارچوب می‌توان روحانیت را نماینده مؤمنان به حساب آورد. روحانیان که از یک طرف از سوی خدا سخن می‌گویند، از طرف دیگر
به نوعی نماینده امت هم هستند، چون از جانب او نیز حرف میزنند. این وجه دوم است که در اینجا مورد نظر من است. نکته در این است که روحانیت از سوی مردم برگزیده نمی‌گردد و قدرتی از سوی جمیع مؤمنان به آن تفویض نمی‌شود. در حقیقت گردن گذاشتن مردم به راهنمودهای روحانیت است که در موقعیت نمایندگی قرارش می‌دهد. اگر تبعیتی در کار بود، پس نمایندگی هم هست. اگر هم نبود که هیچ. در رابطه جمع مؤمنان و روحانیان ابتکار عمل از آن گروه اخیر است، ولی قرار داشتن در این موقعیت گروه مزبور را از جستن ترتیباتی که مؤمنان بتوانند به مدد آنها خواستهای خود را با روحانیان در میان بگذارند و شاهد به حساب آمدن این خواستها در تصمیمات روحانیان باشند بی‌نیاز نمی‌سازد. رابطه رهبران مذهبی با پیروانشان به ظاهر یکسویه است، ولی در عمل این طور نیست و در دو جهت عمل می‌کند. عامل اصلی که ترکیب خاص نمایندگی روحانیت را معین می‌کند این است که اقتدار مذهبی در نهایت از مردم برنمی‌خیزد و از بالا به روحانیت ارزانی می‌گردد، ولی در عین حال نظر مؤمنان را نیز باید در آن به حساب آورد، هرچند نه به صورت مرجع نهایی چنان که در حاکمیت صدق می‌کند. از این گذشته صلاحیت کارشناسی روحانیان مدیون مردم نیست و از تحصیل و تحقیق خودشان برمیخیزد. در هیچ حالت نمیتوان مردمی را که از احکام یک روحانی یا یک گروه از روحانیان تبعیت میکنند داور قابلیت‌های علمی این افراد به حساب آورد. مردم از این بابت به شهرت روحانیان که بخش عمده آن توسط خود این گروه ساخته می شود اعتماد می کنند، ولی از بابت پیروی از فرائض دینی و به خصوص درستی اخلاقی خودشان درباره آنها قضاوت می نمایند. در جمع اقتدار مذهبی یا به عبارت اخص روحانیت در وضعیتی خاص قرار دارد که اداره و ترکیب و عمل کردن آن را بسیار پیچیده می سازد. روحانیت هم به نوعی از سوی خدا حرف می‌زند چون متکی به عصمت است، هم از سوی خود به عنوان گروه عالمان دین که حقیقت دین را می‌جویند و هم از سوی جمیع مؤمنان که از این حقیقت تبعیت می‌نمایند. حفظ این تعادل سگانه همانقدر لازم است که مشکل و به همین دلیل هم هست که این اندازه کم دست می‌دهد. یادآوری کنم که تمایل به تحلیل بردن این سه عامل در یکدیگر دانش و قبول مردمی را در عصمت تحلیل خواهد برد و مذهب را به نقطه شروعش باز خواهد راند. به هر حال فروکاستن اقتدار مذهبی به هیچ یک از سه عنصر ترکیب دهنده‌اش قابل قبول نیست. محدود شدن اقتدار مذهبی به عصمت در حکم بازگشت به بدوی ترین صورت دین است. عقل در آن وزنی نخواهد داشت و مردم هم جز تبعیت مطلق سهمی نخواهند برد. البته تصویری که برخی از تحول مذهب دارند این است که در ابتدا پاک بوده و با گذشت زمان به ضعف‌های بشری آلوده گشته است. ولی واقع بینانه تر خواهد بود اگر بگوییم مذهب در ابتدای زایش بدوی و بسیط است و در طول زمان بغرنج می گردد و با تمدن غنی می شود و صیقل می خورد. پاکی مطلق آرمان مذهب است، نه مترادف حیات تاریخی آن. اگر قرار باشد اقتدار مذهبی فقط به علم دین ختم گردد، هم از عنصر وحدت بخش عصمت محروم خواهد شد و هم از قبول مردمی و به حد کشمکش بین افراد یا حد اکثر مکاتب مختلف و ستیزگر ختم می‌گردد. در نهایت اگر اقتدار مذهبی به قبول مردم محدود شود، نه مردمی خواهد شد و نه دموکراتیک، فقط سیاسی خواهد شد، زیرا هم با مرجع الهی قطع رابطه خواهد نمود و هم با کارشناسی دینی.
این سیاسی شدن به معنای یکی شدن دو اقتدار سیاسی و مذهبی نیست، به معنای جایگزینی یکسره رابطه پیچیده پیروان با اقتدار مذهبی است، با نوعی رابطه ساده که خاص سیاست است. در این وضعیت گروه مذهبی بدون اینکه الزاماً وظایف سیاست را بر عهده بگیرد، ساختاری از نوع گروه‌های سیاسی پیدا خواهد کرد. در مذهب تنش اصلی که میتوان به نوعی به کشمکش بر سر آزادی تشبیهش کرد، بین روحانیان و جمع مؤمنان واقع می‌گردد که هیچ کدام نمی‌توانند به تنهایی حرف آخر را بزنند و محتاج عصمت هستند، ولی خود عصمت به طور مستقیم در این دعوا دخالت نمی‌نماید و از ورای این دو گروه عمل می‌نماید و معمولاً پشتوانه حرفی می‌شود که به کرسی نشسته است. وجه تاریخی: آنچه که در بخش مربوط به اقتدار سیاسی به سرعت از نظر گذراندیم، سابقه یک قرن دو مفهوم حاکمیت و نمایندگی بود در ایران که از بدو ورود در چارچوب دموکراسی لیبرال طرح شده است. در این بخش به راه حل‌های عمده‌ای خواهیم پرداخت که شیعیان تا به حال درباره اقتدار مذهبی در میان نهاده‌اند تا ببینیم سه عنصر اصلی این اقتدار چگونه در آنها ترکیب شده، نقاط ضعف و قوت آنها چه بوده است و از این تجربیات چه میتوان برای آینده آموخت، چون این روشن است که وضعیت فعلی روحانیت با مرگ جمهوری اسلامی برهم خواهد ریخت و این گروه شکل جدیدی پیدا خواهد کرد. البته تحول یک نهاد اجتماعی به این اهمیت تابع اراده یک نفر و دو نفر نیست، ولی نمیتوان به آن بی‌اعتنا بود، چون به هر صورت بر کل حیات جامعه تأثیر خواهد گذاشت و باید تا حد امکان در بهینه کردنش کوشید. معیار این بهینگی تعادل بین سه عنصر اقتدار مذهبی است که باید در سازماندهی روحانیت و جمع مؤمنان باز بتابد. در اینجا سه راه حلی را که برایمان آشناست، دو تای آنها سنتی است و آخری دستپخت خمینی و هر سه به بنبست ختم شده، از نظر خواهیم گذراند تا برسیم به این که در آینده چه باید و چه میتوان در این باب کرد. یگانگی و جدایی. رامین کامران. تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. سلطنت امام. نمونه اول و کلاسیک اداره تشیع اعمال جامع و کامل اقتدار توسط امام است. در این نمونه مقام رهبری ارثی است. امام از خاندان رسول است و از فرهمندی ارثی این تبار بهره دارد و در جایی که تصمیمی بگیرد مطلقاً جایی برای حرف و نظر دیگری باقی نمی‌ماند. باید این نمونه را بیشتر نوعی ایدئال، البته بسیار مهم و تأثیرگذار به شمار آورد تا توصیف وضعیت تاریخی اداره اسلام یا حتی تشیع. به دو دلیل: فقط امام اول بر سرنوشت کل امت مسلمان حکم رانده است. شکلگیری نظری ایدئال امامت در طول زمان و سالها بعد از دوران زعامت امام اول واقع شده است، نه در ابتدای آن. اگر نخواهیم به صراحت بگوییم که این راه حل به طور انحصاری بر عصمت مبتنی است و بحث را ختم کنیم، باید قبول کنیم که تکیه را قاطعاً بر این عنصر می‌نهد و آن دو دیگر، دانش تخصصی و قبول مردمی، را تابع تایید الهی می‌شمارد و برایشان اعتبار مستقلی قائل نیست. ایدئال امامت وحدتی سگانه را شامل می‌گردد. اول از همه امام صاحب اقتداری واحد و جامع است که سیاست و مذهب در آن تفکیک نشده است. او اختیاردار مطلق امت است.
دوم اینکه اختیار امام مطلقاً فردی است و توسط شخصی واحد اعمال می‌گردد و بعد سازمانی ندارد. سوم اینکه با وجود امام می‌توان برای هر سوالی و به خصوص سوالات مذهبی پاسخی واحد و قاطع دریافت کرد. تمامی این خصایصی که برای اقتدار امام شمرده شد نشان از موقعیتی دارد که میتوان حالت ابتدایی و اولیه اعمال اقتدار در یک جامعه محسوبش کرد و در بخش اول کتاب به آن اشاره کردیم. به همین دلیل است که سرمشق قرار دادن امام برای تعریف اقتدار مذهبی ما را به طور غیر مستقیم به سوی صورت بدوی مذهب و در نهایت جامعه راهنمایی می کند. صورتی که در آن اقتداری جامع و فردی و قاطع قادر است بر سرنوشت همه چیز و همه کس نظارت نماید. عنصر دانش به صورت علم لدنی یعنی بهره‌وری از دانش بیکران الهی در اقتدار امام جا گرفته است. علم امام جعفر صادق که مؤسس فقه شیعه محسوب است اکتسابی نیست و داستان‌هایی که از برتری وی بر دیگر مدعیان و بر عالمان دین نقل شده تا حقانیت تشیع را اثبات کند مؤید این ادعاست. تبعیت مردم هم از امام با بیعت بیان گشته است. در اینجا توضیح کوچکی لازم است. بیعت را به هیچ وجه نمیتوان مترادف گزینش دموکراتیک گرفت، چون در حکم قبول اقتدار یک نفر است، نه تفویض اختیار بدو. از این دیدگاه تفویض توسط خدا صورت میگیرد و مؤمنان اعم از روحانی و غیر آن باید به محض تشخیص در برابرش سر قبول فرود بیاورند. اینها رهبر را کشف میکنند، نه نصب. به هر حال به دلیل غیبت امام 12 امکان رجوع مؤمنان به وی منتفی گشته و نمیتوان اقتدار مذهبی را در عمل به تصمیم گیری او موکول نمود. با وقوع غیبت مؤمنان ناچار گردیدند برای تعیین تکالیف دینی خود راه دیگری پیدا کنند. میتوان کل تاریخ تشیع را از زمان غیبت کبری تا به امروز کوشش مداومی در راه چاره‌جویی برای اعمال اقتدار مذهبی شمرد و حول این مسئله منتظمش کرد. چون قبول این که با امام ارتباطی نمیتوان داشت و در نبود او هم راهی برای تعیین تکلیف مؤمنان نیست، مذهب را به تعطیلی میکشاند و این چیزی است که برای هیچ مؤمنی قابل قبول نیست. جمهوری مجتهدان طی کشمکش هایی که از شروع غیبت کبری بر سر اعمال اقتدار مذهبی صورت گرفت، مجتهدان بعد از چند قرن دست بالا را پیدا کردند. صعود آنان در ابتدا مدیون قدرت سیاسی صفویه بود که برای منتظم کردن اقتدار مذهبی خود که توسط شخص پادشاه اعمال شدنی نبود دست به دامن گروه اخیر شدند تا وقتی صفویه بر سر کار بودند دیوان سالاری مذهبی بخشی از دیوان سالاری دولت بود و همین نظم در آن وحدتی برخاسته از وحدت دولت می آفرید که علیرغم وجود مشکلات و رقابت‌ها و غیر تکلیف درست دینی را روشن می‌کرد. ولی پس از نابودی این سازمان دولتی و جایگزین پیدا نکردنش تمرکز اقتدار مذهبی و طبعاً وحدت روحانیت از دست رفت. طی قرن 19 که روحانیت بس از چند دهه جنگ داخلی و بیمهری دیدن از دولت‌های نادری و کریمخانی فرصت کرد به خود بیاید، دو راه برای احیای تمرکز و وحدت یافت. یک گروه وحدت را در خود منابع مذهبی می‌جست و به همین دلیل تمایل به این داشت که اختیار تعبیر و تفسیر و به خصوص قیاس را که اسباب اصلی این کار است از مجتهدان سلب کند. البته این روشن است که هیچ متنی به خصوص متون مذهبی که دامنه تفسیر و تأویل آنها بسیار گسترده است معنای واحدی افاده نمی کند
که هر کس بتواند آن را به طور مستقیم از متن دریابد و با دیگران در بابش هم عقیده گردد. این اشکال بنیادی موضوع اخباریان بود که در نهایت قافیه را به رقبا باختند. گروه اصولی برعکس و با واقع بینی امکان پیدایش تفسیرهای متفاوت را نفی نمی کرد و غیر مشروع هم نمی شمرد و صلاحیت تخصصی یا به عبارتی تبحر در علوم مذهبی را معیار تفسیر درست منابع مذهبی می دانست. از این بابت می توان راه حل اصولی را به نوعی نقطه مقابل مورد امام دانست، زیرا هر قدر در آنجا تأکید بر عصمت بود، در این مورد تکیه بر معیار عقلانی کسب دانش قرار گرفت. ولی سنگین کردن یک جانبه این معیار نیز مشکلات خاص خود را به همراه داشت. عقل به تنهایی نمیتواند وحدت تفسیر را تأمین کند و بحث عقلانی در باب تفسیر متون مذهبی بحثی است بی‌پایان. راهی که اصولیان برای ختم بحث جستند برتر شمردن آرای اعلم مجتهدان بود. طبعاً با پذیرش این مسئله که اعلمیت در بهترین حالت فقط قادر به دادن پاسخ معقولی است که احتمال درستیش در بیشترین حد باشد، ولی نمیتواند پاسخی عرضه کند که بتوان مانند پاسخ امام به طور قاطع و مطلق منطبق با حقیقت دین شمردش. این اشکال نظری کار بود، ولی از این نکته گذشته مشکل عملی مهمی هم در میان بود. یافتن مجتهد اعلم و اجماع بر سر برتر شمردن وی امری است که باید به تجربه ناممکنش شمرد. البته در این میان کوشش‌هایی هم برای محدود کردن تعداد مجتهدان با بالا بردن سطح دانش لازم برای رسیدن به درجه اجتهاد انجام گرفت که تعداد تفاسیر را محدود می‌کرد، ولی در بین آنها وحدت نمی‌آفرید و به هر صورت چاره کار نبود. این حکایت به طور مفصل توسط سعید امیر ارجمند تحلیل شده است. در این شرایط و در نبود پاسخ قاطع به سوالات مؤمنان، انتخاب بین پاسخهای موجود بر عهده خود آنها نهاده شد تا کسی را که قادر به دادن بهترین پاسخ است از میان جمع مجتهدان بجویند و راهنمایی‌هایش را به کار ببندند. به عبارت دیگر، آزادی انتخاب مرجع که برای ما آشناست و هنوز هم برخی سودای بازگشت به آن را دارند، برخاسته از نبود پاسخ واحد و نبود اقتدار قاطع و فاصل در بین روحانیان است و به خودی خود معیار اساسی و مرکزی نیست. آزادی به معنای اخص در صورتی معنا می داشت که پاسخ درست مذهبی از دیدگاه عینی نامعین می بود و هر کس مختار در انتخاب پاسخ دلخواهش شمرده می شد. در اینجا پاسخ عینی موجود و مطلوب است، ولی در دسترس نیست و باید به تقریبی که مجتهدان از آن عرضه می کنند قناعت کرد. اصولیان برای ایجاد سلسله مراتب در بین روحانیان همان درجه علم را در نظر داشتند، ولی برای سازماندهی و تقسیم کار اصلا طرحی نداشتند تا در میان بنهند. به خصوص که مخالفت آنها با اجتهاد تخصصی و تأکیدشان بر لزوم تسلط مجتهدان بر همه شعب علوم اسلامی که محض کم کردن شمار تفاسیر و مهار تعدد عقاید و احتمالاً به یاد جامعیت عصمت امام انجام گرفته بود، اصلاً تقسیم کار را بی موضوع می کرد. سلسله مراتب سستی که در عمل بین مجتهدان برقرار گشت و تا قدرتگیری خمینی نوعی سازماندهی سیال بین آنها پدید آورده بود، به طور مطلق تابع معیار دانش نبود. در این چارچوب برتری هر مجتهد بر همگنان خیش تابعی بود از 4 عامل کلی:
عقیده دیگر مجتهدان و کلاً دیگر روحانیان در باب او و قابلیت علمیش، همراهی طلاب، اقبال مؤمنان و در نهایت نظر قدرت سیاسی. این وضعیت و برخی پیامدهایش را در ستیز و مدارا تحلیل کردم و در اینجا بیش از این به آن نمی پردازم. راه حل اصولیون در بین عوامل سگانه‌ای که لازمه اقتدار مذهبی است، بیش از همه بر دانش تاکید داشت. قبول مؤمنان را هم به ترتیبی پراکنده، نه به صورت بیعت بلکه به صورت تشخیص فردی و انتخاب آزاد بر اساس قابلیت به کار گرفته بود و عصمت را به کلی در حاشیه قرار داده بود، چون از بابت نظری دستی بر آن نداشت، ولی از آنجا که اقتدار مذهبی هم نمیتواند به کلی از تأیید الهی بری شمرده شود و اصلا کار مذهب اینطور نمیگذرد، این تأیید صورت الهام و خواب دیدن و گاهی اوقات استخاره یا حتی ملاقات با امام غایب را پیدا میکرد که نه نظمی داشت و نه در چارچوب سازمانی معین جا افتاده بود و به عبارت معمول حساب و کتابی نداشت. سلطنت انتخابی. قدرتگیری خمینی که تحت لوای به اجرا گذاشتن احکام شرع توسط مجتهدان انجام شد، وضعیتی را که از دید ما سنتی بود و در جمع 2-3 قرنی بیشتر عمر نداشت زیر و رو کرد. وحدتی که قرنها گم شده بود ناگهان به کمک دستگاه دولت احیا شد. هم دو اقتدار سیاسی و مذهبی یکی شد، هم یک نفر در رأس آن قرار گرفت و هم تکلیف درست دینی روشن شد و معلوم شد که اسلام راستین از دید کسی که صاحب اختیار دین شده کدام است. صعود خمینی به قدرت به یمن پشتیبانی مردم انجام گشت، طی انقلابی که اساساً دینامیسم سیاسی داشت ولی در نهایت به تمرکز 2 اقتدار سیاسی و مذهبی در دست یک نفر منجر گشت. ولی از مورد استثنایی و انقلابی به قدرت رسیدن خمینی گذشته، میبایست برای جانشینی مقام جدیدالاختراع رهبر روشی ابداع میگشت که در قانون اساسی ثبت شد، ولی تکلیف بخش مذهبی قدرت رهبری که در رأس امور قرار گرفته بود و ترتیب رابطه وی با روحانیت روشن نشد. قرار است نظام فعلی ایران سیاست و مذهب را در هم تحلیل برده باشد، ولی وقتی قانون اساسی آن را می‌خوانید سراسر صحبت از نهادهای دولتی است و البته رهبری که نقش و اختیارات سیاسیش طبق این قانون مشخص گشته است، ولی کلمه ای از سازماندهی روحانیت در آن نیست و اختیارات مذهبی رهبر هم کلی‌تر از آن است که تکلیف کسی را روشن سازد. در حکومتی که قرار است دیانت و سیاست را یکی کرده باشد، چنین چیزی محل تأمل است. ببینیم ریشه داستان در کجاست. تا وقتی اختلاط دین و دولت را چنان که رایج است در صورت کلی و تفکیک ناشده آن در نظر بگیریم، مطلب قدری گنگ میماند، ولی وقتی وارد جزئیات شویم و عناصری را که در بخش دوم نوشته حاضر آمد از هم جدا کنیم، خواهیم دید که خمینی در عین یکی شمردن دیانت و سیاست از بابت اقتدار و هنجار و گروه اجتماعی هیچ تمایلی نداشت تا این دو را از بابت سازمانی با هم یکی کند. به عبارت دیگر نمیخواست روحانیت در هیچ نهاد دیگری از جمله دولت تحلیل برود و روشن است که در این حالت موجبی نمیدید از روحانیت، از سازمان روحانیت یا از گستره اختیارات مذهبی رهبر در قانون اساسی صحبتی در میان بیاید. سکوت قانون اساسی اسلامی در باب مذهب خود اعترافی به سابقه و عمق جدایی دین و دولت در ایران است که اذعان ناخواسته بدان از سوی خمینی آدمی خالی از نمک نیست. خمینی خوب می‌دانست که در شرایطی قرار دارد که تمایز عملی سیاست و مذهب قرن‌هاست حاصل شده. هدفش
یکی کردن این دو بود، ولی یگانگی کامل اینها را نمیخواست، چون برتری یکی را بر دیگری طالب بود. برتری در جایی معنا دارد که دو چیز در کار باشد. وحدت بحث برتری را ختم می کند. به همین دلیل در متنی که قرار بود تکلیف حیات سیاسی مذهبی ایرانیان را روشن کند، حرفی از سازمان روحانیت در میان نیامد. البته این را نیز باید در نظر داشت که اسلامگرایان برای نوشتن قانون اساسی دو سرمشق داشتند. یکی قانون اساسی مشروطیت و دیگر قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه که هر دو فقط به دولت و قوای سیاسی می‌پردازد. البته عناصری را که میباید از خود به آنها افزودند، ولی بدون این الگوها یا به عبارت دقیق‌تر بدون میراث لیبرالیسم اصلا قادر به نوشتن قانون اساسی نمی بودند. اما در مقابل برای نظم و ترتیب دادن به روحانیت نه سرمشقی داشتند و نه خود ابداعی کردند. از دید خمینی روحانیت میبایست محض تحقق برتری خیش بر دولت مسلط میگشت و از مقامی برتر از ملت، نه فقط از دولت که حاکمیتش را از او غصب کرده بود، به اداره کشور میپرداخت. یادآوری میکنم که هدف اصلی و اساسی مخالفت وی حکومت شاه نبود، سازمان دموکراتیک و لیبرالی بود که مشروطیت برای ایران تجویز کرده بود. وقتی به مواضع سیاسی خمینی دقیق می‌شویم و آنها را در دورنمای کشمکش‌هایی که از انقلاب مشروطیت بدین سو در ایران جریان داشته قرار می‌دهیم، معلوممان می‌شود که او روحانیت را در عمل رقیب ملت می‌دانست، نه دولت، و اختیاراتی را که از مشروطیت به این سو قرار بود مال ملت باشد حق روحانیت می‌شمرد و در صدر آنها تسلط بر دستگاه دولت را. بیرون بودن روحانیت از قانون اساسی به نوعی موقعیت ملت را تداعی می‌کند که مؤسس این قانون است و خود بر مبنای قانون تأسیس نمی‌شود، خارج از آن است و بدان شکل می‌دهد. اینکه خمینی طالب جدایی سازمانی سیاست و مذهب باشد در وهله اول به نظر غریب می‌آید، ولی وقتی توجه داشته باشیم که او بار تاریخی جدایی این دو را در ایران بر دوش خود حس می‌کرد و در عین آگاهی بر ناممکن بودن یگانگی کامل دین و سیاست در اصل خواهان برتری دین بر سیاست بود، مطلب بهتر روشن می‌شود. به هر صورت برتری مطلوب خمینی میبایست منطقاً و در عمل به نفی استقلال سیاست و جذبش در مذهب می انجامید، یعنی همان ایجاد حکومت توتالیتر، و همینطور هم شد. ولی از طرف دیگر خمینی می دانست که یکی شدن کامل روحانیت و حکومتگری باعث تحلیل رفتن روحانیان در دستگاه دولت خواهد شد و از آنجا که به هیچ وجه نمی خواست چنین اتفاقی بیفتد، مایل بود تا سیاست و مذهب را از بابت سازمانی تا حد امکان از یکدیگر جدا نگاه دارد. کاری که البته در نظام ساخته و پرداخته وی به طور کامل ممکن نبود و نیست، چون در این نظام توتالیتر نقشی که در نظام‌های مشابه به حزب واحد محول می‌گردد کلاً به روحانیت محول شده، انتخابی از سر ناچاری و بی‌عاقبت که نتوانسته به درستی تحقق بیابد. علاوه بر این در نظام‌های توتالیتر اول ایدئولوژی درست می شود، بعد حزب و در نهایت قدرت به کمک حزب گرفته و اداره می گردد. در مورد خمینی کارها وارونه شد و ساختمان حزب بعد از قدرتگیری موکول گشت و انصافاً باید گفت که نامناسب ترین مصالح که روحانیت شیعه باشد به این کار اختصاص یافت. مهار و انتظام این گروه هم برگردن اسلامگرایان افتاد که از ابتدای انقلاب عهدهدار این مهم شدند و هسته اصلی کادرهای حزبی را تشکیل دادند. به هر حال
از آنجا که قدرتگیری خمینی سازمان سنتی روحانیت را به کلی مختل کرده بود، گروه اخیر به ناگزیر باید ترکیب جدیدی پیدا می‌کرد. محور این ترکیب جدید رهبر جمهوری اسلامی بود که قرار بود در عین عهدهداری ریاست سیاسی بعد از قرنها دوباره وحدت روحانیت را با ریاست مذهبی خود تضمین نماید. باقی سازمان باید حول مقام او ساخته میشد. کوشش برای گرفتن اختیار حوزه‌های علمیه، یک دست کردن عقاید اگر شده به کمک دادگاه ویژه روحانیت که دستگاه انکیزیسیون این رژیم به شمار می آید، تحت نظارت و اختیار گرفتن اجازه اجتهاد و خلاصه منتظم کردن روحانیت زیر نظر رهبر، همه معطوف به ایجاد وحدت حول اقتدار جامعی است که در اصل به کمک اقتدار سیاسی مستقر گشته و برجا مانده است. در جمع راه حلی که عملاً توسط خمینی و براسش برای اقتدار مذهبی در میان نهاده شده، ترکیب جدیدی است از همان سه عاملی که ذکرشان رفت. وقتی به فرایند تعیین رهبر نظر کنیم، رد این سه عامل را که اسماً در آن منظور گشته ولی در عمل درست به کار گرفته نشده است، در دلش خواهیم یافت. تا آنجایی که به تخصص مربوط است، مجلس خبرگان محل گرد آمدن مجتهدانی است که کارشناس علوم مذهبی هستند و البته اجازه نامزدی را از شورای نگهبان دریافت می‌کنند، نه از استاد راهنمایشان. آنجایی هم که قبول مؤمنان مطرح است، قرار بر این شده که اعضای مجلس با رأی عموم مردم برگزیده شوند که البته داستان حالت نوعی انتخابات 2 درجه‌ای وارونه را پیدا کرده. انتخاباتی که درجه اولش را روحانیت، به عبارت دقیق‌تر شورای نگهبان انجام داده است و درجه دومش با مردم است. میماند عصمت که عنصر اساسی است ولی تکلیفش درست روشن نیست. میبینیم که جدل بر سر آن بدین صورت بیان گشته است که رهبر توسط خبرگان کشف می شود یا نصب می گردد. روشن است که فقط صورت اول بیانگر بهره‌وری وی از تایید الهی است و تازه این هم رسما نام عصمت نگرفته است. یگانگی و جدایی، رامین کامران. تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. بخش 4، جداسازی. بازگشت به گذشته یا جستن راه نو. تا اینجای کتاب تحلیلی بود از انواع رابطه سیاست و مذهب و مصادیق تاریخی آن در ایران. ولی هدف از پرداختن به این مطالب صرف مرور بر گذشته نبود، راهگشایی بود به سوی آینده. از اینجا وارد بخش نهایی و از بابت سیاسی اصلی کار می شویم. انحلال این اقتدار مختلط سیاسی مذهبی که خمینی برای ایرانیان به ارمغان آورد، میدان را برای احیای حاکمیت ملی خواهد گشود. حاکمیتی که باید در قالب دموکراسی لیبرال بروز کند. به این ترتیب اقتدار سیاسی در موقعیتی قرار خواهد گرفت که باید همزمان 2 برنامه بسیار نزدیک به هم و حتی وابسته به هم را که در عین حال از یکدیگر متمایز است و نباید به هیچ وجه یکیشان گرفت پیش ببرد. یکی زدودن آثار حکومت توتالیتری که ساقط شده است و دیگری ترتیب جدایی و روشن کردن تکلیف اقتدار مذهبی. باید حساب اسلامگرایی و اسلام را از هم جدا کرد. اولی هیچ جایی در آینده ایران نخواهد داشت، ولی دومی مذهب اکثریت مردم مملکت است. اولی باید از صحنه حذف شود و دومی باید جای مناسب خود را پیدا کند. اگر این دو با هم یکی گرفته شود، کار صورت نوعی جنگ مذهبی را پیدا خواهد کرد. خش و تلخ و عبث. آنچه که حتم است به این ترتیب مشکلی حل نخواهد شد.
زدودن آثار توتالیتاریسم. نظام اسلامی ایران در عین توتالیتر بودن با نمونه‌های کلاسیک این نوع نظام سیاسی تفاوت‌های قابل اعتنا دارد که بالاتر هم به آنها اشاره شد. در موارد معمول یک ایدئولوژی مدعی دانش مطلق مرام حزبی شبه نظامی می شود و وقتی این حزب توانست بر دستگاه دولت چنگ بیاندازد، از تمامی امکانات آن برای منطبق کردن جامعه با ایدئولوژی خود استفاده می کند. انحطاط و سقوط توتالیتاریسم هم به این صورت انجام می پذیرد که ایدئولوژیش از اعتبار بیفتد و نه فقط عامه مردم بلکه حتی پیروان رسمی خیش را نیز قانع نکند. بعد نوبت حزب است که باید از هم بپاشد تا دستگاه دولت و جامعه از بندش خلاص شوند. در توتالیتاریسم اسلامگرا ایدئولوژی از شناخت علمی یا فلسفی گرته برداری نشده، از مذهب مشتق شده و اصلاً تفاوتی بین خود و مذهب قائل نیست. جدا کردن ایدئولوژی‌های مدعی علمی بودن از علم کمتر مشکل ایجاد می‌کند، چون حقیقت علمی مربوط است به همین دنیا و طبیعت و جامعه و جایی برای آزمایش دارد. ولی جدا کردن ایدئولوژی از مذهب مشکل‌تر است، چون مدعاهای بنیادی مذهب اصلاً آزمون پذیر نیست. نه اینکه هر حرفی بتوان در این باب زد، به هیچ وجه، ولی حرف درست و نادرست را نمیتوان به این سادگی از هم جدا کرد. از ایدئولوژی گذشته مسئله کادرهای حزبی مطرح است. از ابتدا قرار بود که روحانیت کادرهای اسلامگرا را تأمین بکند و هرچند در عمل چنین نشد و غیر معممان بسیار نیز در این نظام مدیر و مجری شدند، هسته اصلی کادرها روحانی ماند و همانطور که ایدئولوژی اسلام راستین قلمداد شد، اینها هم روحانیت اصیل شدند. از این دو گذشته حزب واحدی در کار نیست، یا به عبارت دقیق‌تر از زمان انحلال حزب جمهوری اسلامی دیگر در کار نیست. وظایف حزب واحد که اهم آنها ایجاد وحدت در طبقه حاکم و بین حزب و دولت و جامعه است، در عمل به نهادهای پرشماری واگذار شده که برخی در دستگاه دولت جا دارند و در قانون اساسی جایی برایشان پیش بینی نشده و برخی خارج از این هر دو هستند. مشکلات از این نکاتی که شمردیم زاده می شود. اول از همه ایدئولوژی این حکومت را نمیتوان به کلی جدا از اسلام به حساب آورد و نه اینکه عین اسلامش شمرد. اولی نادرست است و دومی نه تنها نادرست است، بلکه این ادعای خود حکومت هم هست که می شود دو عیب. اگر این ایدئولوژی را به کلی بی ارتباط با اسلام فرض کنیم، چنان که برخی از سر محبت به اسلام می کنند، نه قادر به تحلیل درست آن خواهیم بود و نه به لزوم جدایی آگاه خواهیم شد و در نهایت به همان جایی باز خواهیم گشت که قبل از انقلاب بودیم. اگر هم اسلامگرایی را عین اسلام بگیریم، چنان که برخی از سر تنگدلی میگیرند، راهی برای حذف آن نخواهد ماند مگر بیدین شدن یا دین عوض کردن کل مردم ایران که مترادف برپا کردن جنگ مذهبی است و از بحث کتاب حاضر خارج است. خلاصه اینکه روشن کردن تکلیف ایدئولوژی اسلامگرا از روشن کردن تکلیف درست دینی جدا نیست. نکته دوم، نقش خود روحانیت است در این نظام. باید دست کادرهای اسلامگرا را از قدرت کوتاه کرد و به هر صورت میبایست از آنها حساب طلبید. در اینجا هم مشکل مشابه همانی است که در بالا آمد. اگر بخواهیم کل روحانیت را مشمول مجازات کنیم که هدف نامعقول برگزیده ایم. تا وقتی دین اسلام هست روحانیتش هم خواهد بود و برخلاف شهرت‌های نامعقولی که برخی می‌دهند وجود یکی بدون دیگری ممکن نیست و مجازات جمعی هم از عدالت بدور است و هم حیات آینده این گروه را مختل خواهد کرد که همه را دچار مشکل خواهد کرد.
اگر هم بخواهیم هیچ حسابی از کسی نطلبیم که باز دچار مشکل خواهیم بود. اینجا هم نوعی قصد و صمیم کردن لازم است و کنار گذاشتن کادرهای اسلامگرا از تصفیه روحانیت جدا نخواهد بود. آخر از همه مورد حزب واحدی است که وجود ندارد، یا شاید بشود گفت به صورت قطعات پراکنده وجود دارد که باید از اطراف جمع و جور و حذفشان کرد، کاری که از انحلال حزب واحد و متمرکز بسیار مشکل تر است. تمرکز سازمان هدف مخالفان را روشن می کند و پراکندگی آن حریف را وامی دارد تا همزمان متوجه اهداف پرشمار باشد. این قطعات پراکنده تا آنجایی که به دستگاه دولت مربوط است، مثل شورای نگهبان و غیره، با دست به دست شدن این دستگاه و نگارش قانون اساسی جدید خود به خود حذف خواهد شد. میماند آنهایی که با ظاهر گروه‌های اجتماعی و غیر دولتی فعالیت می‌کنند، چه روحانی و چه غیر از آن. اینها را هم باید حذف کرد و با گردانندگان آنها مانند گردانندگان دستگاه‌های حزبی رفتار نمود. این کاری است ظریف که باید با دقت انجام گردد. تا آنجا که به احزاب مربوط است، ممنوع کردن احزابی که بخواهند سیاست و مذهب را به هم بیامیزند کار غیر معقولی به نظر نمی آید. در آلمان هنوز تأسیس حزب نازی ممنوع است. اگر در روسیه حزب کمونیست ممنوع نشده، به این دلیل است که هنگام تصمیم بوریس یلتسین برای برقراری ممنوعیت، دیوان عالی این کشور از سر مخالفت با رئیس جمهور که دلایل دیگری داشت، رأی به بی‌اعتباری تصمیم وی داد. مرام اسلامگرا نیز میتواند هدف ممنوعیت قرار بگیرد، ولی از آنجا که دوباره پا گرفتنش پس از شکست فاحش آرمانشهر خمینی بسیار بعید به نظر می آید، شاید ایجاد ممنوعیت رسمی بهترین سیاست نباشد. به هر حال اگر هم چنین کاری انجام بگیرد، باید به آنهایی که تصویب قانون یا صدور بخشنامه را حلال مشکلات تصور می کنند یادآوری کرد که چاره نهایی و اساسی نخواهد بود. به هنگام بحث درباره ممنوعیت نباید فراموش کرد که مطالبات اسلامگرایی دو وجه دارد که به هم پیوسته است، ولی الزامی نیست که در پی هم مطالبه شود. اولی نوعی محافظه‌کاری سنتی است که طی سالیان دراز در ایران شاهدش بودیم. خواست توجه به ارزش‌های اسلامی و حرمت نهادن به آنها. دومی خواست تغییر بنیاد نظام سیاسی است و استوار کردن آن بر عصمت به جای حاکمیت و اسلامی کردن همه قوانین و کل جامعه. نظام اسلامگرای فعلی زاده این دومی است و اگر خمینی در قبولاندن آن به دیگر روحانیان و کل مردم ایران موفق شد، به این دلیل بود که مرز بین این دو شکل اسلامگرایی در ذهن اکثر مردم روشن نبود. شاید برخی اولی را به خصوص به دلیل مجزا نکردن قوانین اسلامی از اخلاق قابل قبول می شمردند، ولی کسی از دومی اطلاع درستی نداشت. دو روایت محافظه‌کارانه و انقلابی طرفداری از ارزش‌های اسلامی اینگونه جا به یکدیگر سپرد. به هر صورت اگر هم ممنوع کردن دومی را چاره کار بشماریم، اولی را نمیتوان به این راحتی ممنوع کرد، چون بیان سنتی شاخه‌ای از محافظه‌کاری است که ممکن است مورد پسند ما نباشد، ولی نامشروع نیست. به طور گذرا بگویم که نازی‌ها هم در دوره خود از همین ابهام بین محافظه‌کاری سنتی و انقلابی برای قدرت گرفتن سوء استفاده کردند. در جمع میتوان گفت که تا آنجا که به توتالیتاریسم مربوط است، زدودن میراث نظام اسلامی سه خط اصلی را تعقیب خواهد کرد: انحلال نهادهای ایدئولوژیک، جلوگیری از تأسیس دوباره آنها،
تعقیب و محاکمه بازیگران عصر طلایی اسلامگرایی. هدف پاکسازی و ترمیم و تا حد امکان ایمنسازی نهاد دولت و روحانیت و نیز کل جامعه است از بروز دوباره چنین بلایی. این نکته را هم به خاطر داشته باشیم. از آنجا که توتالیتاریسم اسلامگرا روحانیت را نیز به خدمت گرفته است، زدودن آثارش محتاج تعقیب و محاکمه برخی روحانیان نیز خواهد بود که به هیچ صورت نمیتوان در بابش مماشات به خرج داد. این امر را نمیبایست به هیچ وجه با اموری از قبیل خلع لباس روحانیان و غیره خلط کرد، به خصوص که بعضی از جرائم واقع شده از شمول مرور زمان بیرون است. کادرهای اسلامگرا در هر لباسی که باشند باید تعقیب و محاکمه بشوند. این کار صورت نوعی تصفیه روحانیت را نیز خواهد داشت، ولی در عوض سازماندهی نوین گروه اخیر را تسهیل خواهد کرد. قاعدتاً باقی روحانیان نیز در این امر با دولت همکاری خواهند نمود، ولی اگر هم نکردند انجام کار نه مشروط به همدلی آنها خواهد بود، نه به همراهی آنها و نه به همکاریشان. استقلال سیاست. ابتکار عمل در ترسیم مرز بین سیاست و مذهب بر عهده اقتدار سیاسی خواهد بود، به خصوص که روحانیت بیرون رانده از دستگاه دولت در موقعیتی نخواهد بود که بتواند چنین نقشی بازی نماید. از این گذشته ابتکار عمل مرجع سیاسی توجیهی اساسی هم دارد. همه در دنیا هستند ولی فقط بخشی از مردم در اندیشه آخرتند. پس منطقی است که حکم دولت بر همه روان باشد و حکم روحانیت فقط بر آنهایی که خواستار و پذیرایش هستند. حل اختلافات دنیوی در بین پیروان مذاهب مختلف و روحانیان مذاهب گوناگون بر عهده مرجع سیاسی است و جدایی در حکم پذیرش برتری سیاست است در امور دنیوی و واگذاشتن امور اخروی به مذهب. مرز هم در دنیا یعنی از این سوی دیوار ترسیم می شود و عجبی نیست اگر سیاست در آن دست بالا را داشته باشد. تعیین مرز از سوی اقتدار سیاسی در حکم تعیین محتوای گفتار مذهبی توسط این مرجع نیست، اما از دو جهت بر این محتوا تأثیر می نهد. اول با اعلام اینکه کدام بخش از آن در کار اداره جامعه معتبر است و کدام نه. نمیتوان پرورندگان گفتار مذهبی را از پرداختن به امور فقهی منع کرد و گفت که حق ندارند به این بخش از گفتار مذهبی بپردازند. اما میتوان با قاطعیت اعلام کرد که این بخش از گفتار آنها در صحنه فلان واحد سیاسی مطلقاً از درجه اعتبار ساقط است. سیاست مرز دخالت مجاز مذهب در امور اجتماعی را ترسیم می‌نماید. دوم از این بابت که به هر صورت برقراری دموکراسی و آزادی مذهبی روحانیان را به سوی عرضه گفتاری خواهد برد که با این شرایط و مهمتر از آن با توقعات مردمی که این شرایط را برای زندگی خیش مناسبتر می‌دانند مطابقت نماید. در حکومت اتوریتر پهلوی اقتدار مذهبی در مقابل امتیازاتی که می‌گرفت در خدمت مشروعیت تراشی برای نظام موجود بود و گفتاری که عرضه می‌کرد با راه و روش قدرت سیاسی هماهنگ بود. در حکومت توتالیتر فعلی نیز که همراهی با قدرت امتیازات بیشتر به همراه می‌آورد و سرپیچی مجازات شدیدتر، باز گفتار رایج مذهبی در خدمت توجیه وضع موجود است و طبعاً وجه خشن و تمامیت طلب خودش تشدید شده است. در آینده دولت دموکراتیک و لاییک طالب پشتیبانی روحانیت نخواهد بود، ولی
حال و هوای دموکراسی خواه ناخواه بر رابطه روحانیت و پیروانش تأثیر خواهد نهاد. مذهب برخلاف ادعای بعضی طرفدارانش در موضعی نیست که خود تغییر نکند و فقط بر دیگران تأثیر بنهد. خودش نیز در معرض اثر دیدن از جامعه‌ای است که احاطه‌اش کرده و بیش از هر چیز از سیاست. مذهب زدایی از دستگاه دولت. سیاست جدایی کلاً در 3 حوزه اعمال خواهد گشت: دولت، روحانیت و جامعه. اول از همه دستگاه دولت باید مذهب زدایی گردد تا بتواند وظایف خود را درست انجام بدهد. بعد روحانیان که باید سامان درستی بیابند که با دموکراسی لیبرال سازگار باشد. وقتی قدرت از دست اسلامگرایان به در آمد، جامعه آزادی خیش را باز خواهد یافت، ولی تحمیلاتی که این فشار چندین ساله بر جامعه وارد آورده تا خردگی هایی در آن ایجاد نموده که باید به باز شدنشان کمک کرد. دولت قلمرو خاص اقتدار سیاسی است و تغییراتی که باید در آن انجام بپذیرد به طرزی سریع و قاطع قابل انجام خواهد بود. لایک شدن دولت به معنای پیروی نکردن آن از مذهب است و به عبارت دیگر مذهب نداشتنش پایه دموکراسی برابری است و نقطه شروع عدالت همین امر است: برابر شمردن افراد انسان. رفتار دولت با شهروندان ایران باید بر این اساس انجام بپذیرد و دولت نباید خود دینی را بر دین دیگر مرجع بشمارد تا به این ترتیب بتواند در حق تمامی شهروندان صرف نظر از مذهبشان رفتاری یکسان پیشه کند. حقوق برابر شهروندی حق برابر شرکت در تعیین سرنوشت جمع است و به این ترتیب روشن است که شرطهای مذهبی برای احراز مقامهای دولتی باید کاملا از میان برداشته شود. نهاد دولت نه در موقعیتی است که خود اعتقاد داشته باشد و نه اینکه درست و غلط اعتقاد دیگران را محک بزند. بی‌طرفی بین ادیان بیان همین امر است که چون نمیتوان در اصالت این دین و آن دین به طریق عقلانی قضاوت کرد، پس باید اساساً از این کار اجتناب نمود. البته این از سنجیدن عقلانی گفتارهای مذهبی مختلف که تازه آن هم کار دولت نیست جداست. دولت آینده ایران نه باید تابع دینی باشد، نه مروج دینی، نه مدافع دینی و نه مخالف دینی، ولی باید آزادی مذهبی همگان را پاس بدارد. این دولت در اصل با افراد طرف خواهد بود که برخی از آنها می توانند پیرو دینی باشند و برخی نه، و در درجه دوم با روحانیانی که از سوی ادیان مختلف سخن میگویند، نه با این دین و آن دین و نه با خدا. طبیعی است که تبعیض بین روحانیان مذاهب مختلف نیز پذیرفته نیست. در دولت دموکراتیک و لاییک آزادی انتخاب مذهب از سوی مردم و آزادی اداره مذهبی معین از طرف روحانیان آن اساساً بر این بنیاد لیبرالیسم و محدودیت اساسی قدرت دولت است که صورت می‌پذیرد، نه بر مبنای حرمت تقدس. قدم اول و بنیادی در راه جدایی نگارش قانون اساسی جدیدی خواهد بود که باید دموکراسی لیبرال و لاییک را از ورای تأسیس یک رشته نهاد و تعیین قواعد کار آنها در ایران برقرار نماید. طبعا نگارش این قانون امر وسیعی است، ولی تا آنجا که به دین و مذهب مربوط است میتوان گفت که باید برابری کامل را بین پیروان ادیان مختلف و طبعا آنهایی که اعتقاد مذهبی ندارند برقرار سازد و اصلا اتکایی به تقدس و عصمت نداشته باشد و تنها به حاکمیت ملی تکیه کند و ضامن آزادی باشد. همه اینها در حقیقت بیان در حساب نیامدن مذهب افراد از دیدگاه شهروندی خواهد بود.
در جمع با در نظر گرفتن سابقه نگارش قوانین اساسی در ایران و طبعاً با چشم داشتن به نمونه‌های شاخص این قوانین در سراسر جهان میتوان گفت که نگارش قانون جدید تا جایی که به دموکراسی مربوط است از جهت تکنیکی مشکل اساسی بر سر راه ندارد. البته آنجایی که صحبت از لایسیته در میان است، تدابیر مربوط به این کار برای اولین بار وارد قانون اساسی ایران خواهد شد. به علاوه باید توجه داشت که این کار نمیتواند به کلی فارغ از وضع و سازمان روحانیان صورت بپذیرد. به این امر پایین‌تر خواهیم پرداخت. از این گذشته ممنوعیت روحانیان از انتخاب شدن و انتخاب کردن کار نامناسبی نیست، به خصوص از این جهت که شراکت روحانیان در عصمت ممنوعیت بهره‌وری آنها را از حاکمیت توجیه می‌نماید. یادآوری کنم که در ایران اعضای نیروهای مسلح صرفاً به این دلیل که ارتش باید در خدمت میهن یعنی همگان باشد از رأی دادن و انتخاب شدن محروم بودند و کسی هم به این مسئله اعتراضی نداشت. جدایی اقتدار روحانی از سیاسی منطقاً روحانیان را از فرایند تصمیم گیری سیاسی بیرون می‌گذارد. نظام اسلامی گروه بزرگی از روحانیان را وارد دستگاه دولت کرده و حتی برخی نهادها را به کلی در اختیارشان نهاده است. از آنجا که در چارچوب دولت لاییک مقامهای دولتی را نمیتوان به افراد روحانی واگذاشت، خروج روحانیان از این دستگاه باید با سرعت تمام صورت بپذیرد. کمک مالی به روحانیان به اعتبار روحانی بودنشان از هر دینی که باشند به هیچ وجه قابل قبول نیست و استخدامشان در هر رشته و نه فقط در دستگاه قضا یا آموزش توجیه بر نمی دارد، چون مترادف نقض بی‌طرفی دولت در زمینه دین است. مذهب زدایی از دولت در درجه اول متوجه 3 بخش از این دستگاه خواهد بود. همان 3 بخشی که نظام اسلامی بیشترین توان خیش را از روز اول معطوف به آنها ساخته است: دادگستری، آموزش و پرورش و نیروهای مسلح. دادگستری اولین و بنیادی ترین تغییری که احیای حاکمیت ملی و نگارش قانون اساسی جدید ایجاد خواهد کرد، تعویض بنیاد قوانین است. اعتبار قوانین از اراده ملت برمیخیزد، نه از هیچ عامل دیگر، و تقدس در این میان هیچ نقشی بر عهده ندارد. در این مرحله بحث از محتوای قانون نیست، از مرجع اعتبار آن است. محتوای قانون هر چه که باشد و هر قدر هم که مطلوب و معمول و مورد پسند باشد، نمی باید با ارجاع به عصمت برقرار گردد. این برقراری باید به اعتبار حاکمیت انجام بگیرد. تغییر مرجع راه را برای بازبینی قوانینی که در نظام اسلامی به مرحله اجرا گذاشته شده خواهد گشود و همه آنها را تابع حاکمیت ملی خواهد کرد. آن بخش از قوانین مزبور که برقرار بماند به اعتبار حاکمیت ملی برقرار خواهد ماند، نه به پشتوانه الهی که نظام اسلامی مدعی برخورداری از آن است. روشن است که قوانین جزای اسلامی به سرعت از میانه حذف خواهد شد. نباید با انحصار توجه به قانون از مشکل سوابق اجرایی آن غافل شد. سوابقی که در طول حیات نظام اسلامی ایجاد شده است به سرعت منحل نخواهد شد و تحلیل رفتن اینها در نظام جدید قضایی طول خواهد کشید، ولی به هر صورت به محض برقراری رژیم جدید آغاز خواهد گشت. به هر صورت امری که حتم است دخالت دولت در جهت تغییر قوانین و آیین دادگستری و برجسته کردن بخش‌هایی از سوابق قضایی از ابتدا روشن و قاطع خواهد بود.
نمانند روشی که اسلامگرایان برای اسلامی کردن دستگاه قضا در پیش گرفتند، ولی با جهت مشخص و به طور قاطع. مهمترین شاخصهای این تحول برابری بین زن و مرد و بین پیروان ادیان مختلف خواهد بود. طبعاً مسئله قضات نیز در میان است. اشخاص روحانی نمی باید مسند قضاوت را اشغال کنند، زیرا در خدمت دینی معین هستند، ولی از آنجا که تعویض یک شبه تمامی پرسنل قضایی ممکن نیست، باید به افراد مناسب امکان انتخاب بین ترک لباس و حفظ شغل یا حفظ لباس و ترک شغل داده شود. آموزش و پرورش. اسلامگرایان به یاد نقشی که روحانیان تا قبل از مشروطیت در این زمینه بازی می‌کردند، آموزش و پرورش را هم به سبک دادگستری ملک غصب شده خود می‌شمارند. تغییرات در این زمینه هم بنیادی خواهد بود. تغییر برنامه‌های علمی در اینجا مورد نظر نیست، چون همان موادی تدریس خواهد شد که کمابیش در همه دنیا تدریس می شود و به هر صورت باید جوانان را طوری تربیت نمود که بتوانند زندگانی خیش را به کمک تحصیل تأمین نمایند. اول و مهمترین چیزی که دگرگون خواهد شد اساس کار است. هدف آموزش و پرورش باید در درجه اول تربیت شهروندان ایرانی باشد، نه مؤمن مسلمان. پرورش افراد سنجشگر و صاحب قوه نقد، نه خواستار تعبد. برای این کار باید از یک سو بستگی آنها به ایران تقویت گردد، طبعاً نه با نفی بستگی به گروه‌های قومی یا جامعه بشریت. از سوی دیگر باید هرچه به تربیت مذهبی مربوط است به کلی از برنامه حذف شود. مذهب امر خصوصی است و تربیت مذهبی هم بر عهده خانواده هاست. نکته مهم این است که اخلاق به مذهب ارتباط ندارد، ولی بسا اوقات لباس مبدلی بوده که بر تن مذهب کردند تا به این ترتیب به هر جا خواستند واردش سازند. ورود تعلیمات دینی به دستگاه آموزش مدرن ایران بعد از شهریور 20 واقع شد، زمانی که دولت محض جلب پشتیبانی آخوندها اخلاق و تعلیمات دینی را در برنامه مدارس وارد کرد. به هر صورت آموزش دینی که از اصل مربوط است به خانواده، آموزش اخلاقی نیز به همچنین، و اگر این نهاد از عهده تربیت اخلاقی برنیاید، نهادنش بر عهده دولت بی‌عاقبت است. در بین پرسنل مذهبی آموزش و پرورش هم باید به آنهایی که مناسب اداره کار شمرده خواهند شد امکان انتخاب بین ترک لباس و حفظ شغل یا حفظ لباس و ترک شغل داده شود. نیروهای مسلح. در اینجا هم تغییر اساسی است، ولی به نوعی وسیع‌تر از دو مورد دیگر. گروه‌های مسلح ایدئولوژیک باید در ارتش تحلیل برود و طبیعی است که پرسنل آنها هم وارد کاریر معمول ارتش خواهد شد. سپاه پاسداران، بسیج و هر نهادی از این دست جز انحلال سرنوشتی نخواهد داشت، ولی افرادی را که به هر صورت در این نهادها به کار مشغولند نمیتوان به امان خدا رها کرد و مملکت را از توان و کارشناسی آنها محروم کرد. راه حل کار جذبشان در ارتش و دیگر بخش‌های دستگاه دولت است، البته به شرط پذیرش تغییراتی که نظام جدید به همراه خواهد آورد. یگانگی و جدایی. رامین کامران. تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. نقاط تماس دائم. تا آنجا که مربوط است به امور دولتی،
راه حل‌ها کلی و کمابیش روشن است و نکاتی هم که ذکر شد بیشتر در حد یادآوری خطوط اصلی. مشکلات در این بخش بیش از آن که کلی و نظری باشد، جزئی و تکنیکی است و باید با اعتنای به شرایط موجود و با کسب نظر از اهل هر فن چاره بیابد. اینکه کلاً آموزش و پرورش و دادگستری و ارتش نباید وابسته به مذهب و در اختیار مذهبیان باشد روشن است و به استثنای افراد ایدئولوژی زده کسی بر سرشان بحثی ندارد. ولی از اینها که بگذاریم میرسیم به بخشی که نقطه تماس اجتناب ناپذیر دولت با مذهب و روحانیت است و از اینجاست که مسئله جدایی ظریف می شود و معلوم می گردد که برای تحقق آن نمی توان فقط به خواست ختم دخالت مذهب و پسراندن روحانیت اکتفا کرد. دولت 3 نقطه تماس کلاسیک با مذهب و روحانیت دارد که ارتباطی به مذهبی بودن یا نبودن نظام سیاسی ندارد و اصولاً باید در فکرشان بود و در هیچ حال نمی باید به امید خدا رهایشان کرد. مورد ائمه جمعه، مسئله تملک و اداره اماکن مذهبی و نیز اوقاف. تعیین ائمه جمعه از قدیم الایام یعنی عملاً تا جایی که میتوان در نظام قدیم عقب رفت بر عهده دولت بوده است و اصولاً یکی از اختیارات ثابت آن به شمار می آمده. اینکه امامت جمعه تابع تقسیمات جغرافیایی و به عبارتی کشوری است نشانگر همین تبعیت است، چون تقسیم بندی های جغرافیایی در سلسله مراتب روحانی اسلام جایی ندارد. در این حوزه تمایزها یا مکتبی است یا به قابلیت. در ابتدای انقلاب هم دیدیم که اول حرکت خمینی بعد از چنگ انداختن به دستگاه دولت تعیین ائمه جمعه به سلیقه خود بود و همینها بودند که اولین شبکه رسمی اقتدار او و اسلامگرایان را شکل دادند. دولت لایک نمیتواند چنین امری را خود یکسره بر عهده بگیرد، چون در حکم دخالت صریحش در امور مذهبی خواهد بود. از طرف دیگر باید دید آیا این مقام اصولاً قابل حذف هست یا نه و اگر نیست آیا میتوان انتصابات آن را مطلقاً بر عهده روحانیت گذاشت یا خیر و تحت چه شرایطی. مورد اماکن مذهبی هم باید به همین ترتیب حل شود. مساجد را نمیتوان اصولاً بلا تملک فرض کرد، چون از بابت حقوقی بلا تکلیف خواهد ماند و در معرض تملک هر کس. پس باید دید مالکیت آنها بر عهده که میتواند گذاشته شود. اگر قرار بر تملک توسط دولت باشد باز هم به نوعی مشکل اختلاط پیش خواهد آمد و باید راهی جست. اگر هم نه که باید مالکی پیدا کرد. این مشکل در مورد زیارتگاه‌های مهم که اهم آنها مرقد امام هشتم است به بارزترین شکل مطرح خواهد شد. به خصوص که اماکن مزبور موضوع اوقاف عمده است و درآمد سرشار دارد. در نظام قدیم تولیت هر یک از این اماکن با ترتیبات سنتی و معمولاً به ارث منتقل می شد و به هر صورت رسما در دست دولت نبود. در عصر پهلوی تولیت آنها اسماً به پادشاه واگذار گشت که برای هر کدام که لازم بود نایب التولیه‌ای تعیین می کرد. در آینده هم باید راهی جست، چون این دستگاه‌های عظیم حاجت به اداره دارد و نه میتوان به حال خودشان گذاشت و نه میتوان کامل بر عهده دولتشان نهاد یا اصلا روحانیت را از هر حقی بر نظارت بر اماکن مذهبی چه زیارتگاه و چه نیایشگاه محروم دانست. اوقاف و اداره آنها هم مشکلی هست از همین دست. مال وقف قانونا طبق خواست واقف به مصرف معینی اختصاص داده شده است. تا آنجا که به اوقاف غیر مذهبی مربوط است اصلا تغییری لازم نخواهد بود. مشکل از اوقافی است که خود یا درآمدشان به مصارف مذهبی تخصیص دارد. البته تغییر مستبدانه این مصرف به تصمیم دولت
ممکن هست و اگر هم تا به حال شکی در این زمینه بود، نظام اسلامی که هر کار خواست به اوقاف کرد و حتی اسم واقف را هم از روی آنها برداشت تا به جایش نام یکی از خدمتگزاران رژیم را بگذارد، هر شکی را رفع کرد. ولی باید دید که آیا این ترتیب عمل منطقی و صحیح است یا نه. به هر حال حتما پیروی از نظام اسلامی روشی نیست که بتوان به کسی توصیه کرد و اتکا به این سابقه هم کاری نیست که بشود موجهش شمرد. در مورد این قبیل اوقاف در وهله اول دو راه به نظر خواستاران جدایی میرسد. اول، ضبط کامل آنها به نفع صندوق دولت و منظور کردنشان در ردیف خالصجات که یک بار در زمان نادرشاه انجام گرفت. دوم، خرد کردن و فروختن آنها که اصلاً رد سابقه مذهبی این اموال را از روی آنها پاک خواهد کرد. در انقلاب فرانسه هرچه که از کلیسا ضبط شد به ترتیب اخیر در معرض فروش گذاشته شد تا بعداً کسی نتواند خواستار اعاده آنها از سوی دولت بشود. ولی از این گذشته گرفتن تصمیم ضبط و فروش صرف نظر از درستی خودش و پایه سیاسی و حقوقیش فقط بر اوقاف موجود قابل اطلاق است. مردم احتمالاً در آینده هم اموالی را وقف امور مذهبی خواهند کرد و شک نیست که حق دارند چنین کنند. این اموال را که نمیتوان از پیش ضبط کرد، اگر هم پایه کار بر ضبط بی‌رویه اوقاف قرار بگیرد، هر کس خواست موقوفه ایجاد نماید از بابت حقوقی راه جدیدی برای آن خواهد یافت تا از طمع دولت برهد و در نهایت مشکل تغییر شکل خواهد داد و حل نخواهد شد. روشن است که اوقاف حتی وقتی قرار است درآمد آنها صرف امور مذهبی بشود، اموال روحانیت محسوب نبوده و نیست. اما این را هم باید در نظر داشت که گروه اخیر برای خود حقی بر اوقاف و نیز اماکن مذهبی قائل است که نه میتوان یک جا نامشروع شمرد و نه یک سره نادیده گرفت. دولت نمیباید برای مذهب خرج کند، ولی به این راحتی هم نمیتواند صرفاً به تصمیم خود از کیسه مذهب خرج کند، به خصوص اگر مدعی جدایی باشد. یادآوری کنم که قبل از انقلاب تعیین ائمه جمعه با دولت بود. زیارتگاه‌ها و اماکن مذهبی و اوقاف هم توسط اداره اوقاف که تابع نخست وزیری بود اداره می‌شد. این وضع خود اسباب اعمال قدرت دولت بر روحانیت بود، البته نه به صورت اداری و سلسله مراتبی که همه روحانیان را تحت حکم دولت قرار دهد، بلکه به صورت جنبی که به دولت امکان میداد تا اگر نه از پشتیبانی منظم کل روحانیت، لااقل از نظر مثبت آنهایی که تغذیه می‌کرد بهره‌مند گردد. بازگشت به این حالت ممکن است و حتی میتوان گفت اگر همه چیز به حال خود رها شود، احتمال برقراری این وضع بسیار خواهد بود. ولی رفتن به این راه مترادف داشتن دین رسمی و زیر دست کردن روحانیت و استفاده سیاسی از آن به طریقی نرم است که سالیان سال در ایران به ترتیبی که برای دولت رضایت بخش بود کار کرد تا هنگامی که انقلاب اسلامی بر عمرش نقطه پایان نهاد. چنین بازگشتی راه هر تحول کارساز و سالم را در رابطه دین و دولت مسدود خواهد نمود. داشتن دین رسمی راه برابری شهروندان را خواهد بست و به عبارت دیگر همه آن جریمه‌ای که ایرانیان از انقلاب اسلامی بدین سو برای نیافتن ترتیب درست رابطه دین و دولت پرداختند و میبایست در برابرش حداقل شیوه معقول این کار را بیابند، به هدر خواهد رفت. آمد و رفت نظام اسلامی به دوره سیاه خواهد ماند که فقط مصیبتش کشیده شده، نه از آن درسی گرفته شده
و نه از آن راه به سوی افق جدیدی گشوده شده است. ضرر مطلق. چنین چیزی قابل قبول نیست، پس باید راه جدیدی جست. لزوم استقلال اقتدار مذهبی. مهمترین نکته‌ای که باید در هنگام یافتن راه جدید در نظر داشت این است که در اموری که اساساً وجه مذهبی دارد حذف روحانیت از صحنه ممکن نیست، چون وظایفش را دیگری نمیتواند به عهده بگیرد مگر به این قیمت که خودش به نوعی تبدیل به روحانیت بشود. دولت خود نمیتواند به این قبیل امور بپردازد مگر اینکه خود وجه مذهبی پیدا کند و جایگزین روحانیتی بشود که میخواهد از صحنه بیرونش براند. خلاصه اینکه جدایی سیاست و مذهب محتاج وجود نهادهایی است که این دو حوزه را وحدت ببخشد و نمایندگی کند. در نتیجه دولت لاییک نه فقط از داشتن مخاطب مذهبی بی‌نیاز نیست، بلکه بیش از هر دولت دیگری به آن محتاج است، چون بنابر تعریف قادر نیست خود جای خالی آن را پر کند. نظام دموکراتیک و لاییک محتاج مخاطبی مذهبی است که متناسب با خودش باشد، یعنی مستقل باشد و استقلال شعب مختلف حیات انسان را به رسمیت بشناسد. ممکن است که ملازم شمردن لایسیته با استقلال روحانیت در وهله اول به نظر مردمی که از استبداد مذهبی به جان آمدند و به نادرست جدایی را مترادف ذلیل کردن مذهب و مذهبیان می‌بینند قدری غریب بیاید، به خصوص وقتی از موضع طرفداری جدی از لایسیته ایراد می‌گردد، ولی باید به منطق مطلب توجه داشت. شکل و ترکیب اقتدار مذهبی در برقراری و تداوم جدایی همانقدر نقش دارد که اراده دولت و نوع نظام سیاسی. بازی دو طرف دارد و دولت حتی اگر بخواهد در کمال استبداد عمل نماید که به هر صورت از دولت لیبرال انتظار نمی رود، نمی تواند همزمان هر دو نقش را بازی کند. فقط دولت‌های توتالیتر می‌کوشند چنین کنند، ولی با میزان موفقیتی که می‌دانیم در چه حد است. دولت لیبرال و لاییک به مخاطبی احتیاج دارد که شکل خاصی داشته باشد و باید به برقراری این شکل خاص اقتدار مذهبی مدد برساند تا بتواند جدایی را به شکل معقول و با دوام برقرار سازد. دولت لاییکی که بخواهد رابطه خود را با مذهب بر اساس درست سازمان بدهد و برابری و آزادی مذهبی را در ایران تأمین نماید، نمیتواند فقط در اندیشه استقلال خود باشد. دولت لاییک قرار نیست فقط حق افراد بی‌اعتقاد را حفاظت نماید، باید حق همه را محفوظ بدارد و مؤمنان هم در این همه جا دارند. به همین ترتیب دولت لاییک نباید و نمیتواند فقط به استقلال خود بیاندیشد، بلکه باید استقلال مذهب را هم مد نظر داشته باشد. اگر لایسیته را به طرزی ابتدایی فقط مترادف حذف مذهب از جامعه فرض کنیم که ناممکن است، یا حتی پایه را بر تظاهر دولت به وجود نداشتن مذهب قرار بدهیم که نامعقول است، می توانیم به سازماندهی روحانیان کاملا بی‌اعتنا باشیم. اما اگر نظر را از این حد ابتدایی و نابخردانه فراتر ببریم و به دنبال یافتن راه حل جدی برای رابطه دین و دولت در ایران باشیم، باید به وضعیت اقتدار مذهبی نیز توجه بکنیم. ببینیم چه صورت آن هماهنگی بیشتری با نظام سیاسی مطلوبمان دارد، در پی برقراری این گزینه باشیم و اختیار کار را به دست حادثه نسپاریم. نگاه آرام و بی هیجان که البته در شرایط فعلی آسان نیست ولی همیشه ممکن است، به ما نشان می‌دهد که راه جدایی در ایران زورمندی دولت نیست، قوام یافتن اقتدار مذهبی و توان استقلال یافتن آن از سیاست است. باید پذیرفت که این استقلال حق روحانیان و مؤمنان است. از این گذشته استقلال ندادن به اقتدار مذهبی
فقط به این معنی نیست که آن را در خدمت خود نگاه داشته ایم. در حکم این است که خود نیز در بند آن مانده ایم. تجربه به ما نشان داده که این پیوستگی دو سویه است و تصور بهره‌کشی یک سویه نه تنها از عدالت بدور است، بلکه از اصل خیالی است باطل. نمیتوان از مذهب خدمات گرفت و در عوض هیچ به آن نداد. طمع و ساده‌لوحی بسا اوقات همسفرند و باید از هر دو احتراز کرد. اصل جدایی در درجه اول مترادف استقلال دو اقتدار است و یاری به استقلال اقتدار مذهبی و به رسمیت شناختن و نگاه داشتن حرمت این استقلال مترادف تحکیم جدایی است. باید دید چه راه و روشی به استقلال اقتدار مذهبی مدد می‌رساند و پس از ساقط شدن نظام اسلامی روحانیان را در رفتن به سوی آن مدد کرد. استقلال اقتدار مذهبی بر حکم مرگ یگانگی دو اقتدار صحه خواهد گذاشت، مانع اختلاط آن دو خواهد شد، دخالت آنها را در کار یکدیگر بسیار مشکل خواهد کرد، رابطه آنها را که اجتناب ناپذیر است منتظم خواهد نمود، ولی طبعاً مانع تأثیر نهادن کنش‌های یکی بر دیگری نخواهد گشت، چون این آخری ممکن نیست. جامعه یک پارچه است و پیوسته. موانعی که ما می‌سازیم قانونی و نهادی است، ولی در صحنه اجتماع نفوذناپذیر نیست. هر کنشی بر کنش دیگر تأثیر می‌نهد و سلسله این تأثیرات مرزی نمی‌شناسد. در ذهن افراد حال چه معتقد و چه غیر معتقد نیز بین افکار و عواطف مختلف مرز نفوذناپذیری وجود ندارد. البته هر کس می‌کوشد تا اموری را که مربوط است به جنبه‌های مختلف حیات خویش از یکدیگر مجزا نگاه دارد و در باب هر کدام تصمیمی که باید اتخاذ نماید، ولی هیچگاه نمی‌تواند به طور مطلق مانع تأثیر نهادن آنها بر یکدیگر شود. شاید این سخنان برای کسانی که مایلند به نوعی از روحانیت انتقام رفتار توجیه ناپذیرش طی چند دهه گذشته را بگیرند چندان مطبوع جلوه نکند، ولی هدف سیاسی درست محض ارضای عواطف شخصی انتخاب نمی شود. خیر عام را باید در نظر داشت. فراموش هم نباید کرد که در این عام مؤمنان و روحانیان هم جا دارند. دموکراسی را نمیتوان بر اساس نفی حقوق یک دسته از اعضای جامعه بنیاد نهاد. چنین ترتیبی اگر هم دوامی پیدا بکند کم است و بعد در عوض تاوان سنگین میطلبد. AvoyeBook.com استقلال مذهب. تعاریفی از استقلال که بر مبنای بی‌نیازی داده می شود ما را به بیراهه می کشاند و به این نتیجه ختم می شود که اصلاً مفهوم استقلال از بنیاد سست است، چون هیچ کس از دیگری بی‌نیاز نیست و فرضاً کشور صاحب مستعمره همانقدر وابسته به مستعمرات خود است که برعکس. استقلال را نمیتوان به این معنا گرفت که کسی بتواند بدون اعتنا به هیچ عاملی غیر از انتخاب و اراده خود تصمیم بگیرد. برای این کار یا باید قدرت بیکران داشت یا جنون. اولی ناممکن است و دومی نامطلوب. مقصود از استقلال این است که فرد یا گروه با به حساب آوردن محدودیت هایی که به هر صورت بر بخش اعظم آنها دستی ندارد خود تصمیمی بگیرد و طبعاً برای پذیرش تبعات تصمیمی که خودش گرفته آماده باشد. وقتی استقلال به صورت خودمختاری معنا شد باید خودی متمایز از دیگران در کار باشد و این خود حوزه عملی داشته باشد که بتواند به اختیار خیش در آن عمل نماید و به این اعتبار مستقل محسوب گردد. استقلال اقتدار مذهبی در درجه اول مترادف تشکیل شخصیت واحد از سوی مؤمنان در کل و روحانیت به طور اخص است. این معادل همان کاری است که ملت ایران با انقلاب مشروطیت انجام داد
و از طریق مفهوم نمایندگی صاحب شخصیت حقوقی گشت. در اینجا چنان که بالاتر هم اشاره شد، داستان پیچیده تر است و به سختی میتوان نماینده‌ای غیر از روحانیت برای سخن گفتن از سوی مذهب و جمع مؤمنان در تصور آورد. منتها این نماینده را نه میتوان از پشتوانه الهی محروم کرد، چون ارتباطش با منبع اصلی مشروعیت خود قطع خواهد شد، و نمیتوان از مردم بی‌نیازش شمرد، چون با مخاطبان خود رابطه یکسویه پیدا خواهد کرد که قابل دوام نیست. به علاوه باید به یاد داشت که تبعیت مؤمنان در بسیاری ادیان بهترین نشانه تأیید الهی شمرده می شود که بدون تحلیل بردن این دو عنصر در یکدیگر به هم نزدیکشان می سازد. روحانیت کلاً در موقعیتی است که باید با اتکای به علم خود تعادل خیش را بین عصمت و بیعت حفظ کند. سخن گفتن به نام مذهب یعنی از سوی پیام الهی را برای همه بازگو کردن و از سوی دیگر مؤمنان را نمایندگی کردن. استقلال روحانیت آن هم در مذهبی به وسعت تشیع محتاج و مستلزم سازماندهی است. استقلال اقتدار مذهبی با استقلال روحانیت بیان می‌گردد که مذهب و حیات مذهبی مؤمنان را اداره می‌کند. حال باید به اسباب این استقلال و در درجه اول سازماندهی پرداخت. فقط قبل از پرداختن به اسباب استقلال اقتدار مذهبی یادآوری کوتاهی بکنم. در اروپا هم دستاندازی سازمان واحد و متمرکز کلیسا بر قدرت سیاسی بود که ناتوانیش از اداره سیاست را در چشم همگان هویدا ساخت و ناچارش کرد تا بپذیرد که باید این کار را به دیگران واگذارد. البته مسیحیان برای توضیح این جدایی همیشه به کلام انجیلی آنچه را از آن خداست به خدا بدهید و آنچه را که از آن قیصر است به قیصر استناد می کند و حق هم دارند چنین کنند، چون به هر صورت نقطه اتکایی است مهم. ولی باید بین گفتار مذهبی توضیح دهنده وضعیت مذهب که همیشه امور متافیزیک را در توضیح مقدم می شمارد و تحلیل تاریخی و جامعه شناسانه مذهب تمایز قائل شد و حوزه دید را وسیع کرد. باید دید چرا این جمله مورد استناد واقع گشته؟ آیا خودش به یمن مشیت الهی موجد اثر شده یا اینکه عوامل دیگری باعث این امر بوده و آیا این اثر بخشی به طور مستقیم و آنی واقع گشته یا بعد از چند قرن دعوا و کشمکش بر سر تمایز دو اقتدار؟ در مورد اسلام و تشیع هم که موضوع بحث ماست باید به همین ترتیب عمل کرد و به جای دست زدن به دامان قرآن و حدیث عوامل جامعه شناسی و تاریخی را در نظر گرفت. استقلال سازمانی. اقتدار چه سیاسی و چه مذهبی باید در سازماندهی گروه باز بتابد تا خود گروه در عمل معنا پیدا کند. مهمترین انتخابی که هنگام خروج از نظام اسلامی در برابر روحانیان قرار خواهد گرفت انتخاب بین دو شیوه سازماندهی روحانیت است. یکی بازگشت به وضعیت قبل از خمینی، یعنی اقتدار چند قطبی و بلا تکلیفی عصمت، و دیگری اقتدار واحد، یعنی وحدت سازمانی، تشکیل شخصیت حقوقی و اداره عصمت. باید وجوه مثبت و منفی این دو راه حل را در عین توجه به مسئله استقلال روحانیت سنجید، به خصوص از این جهت که وارسی آنها میتواند بسیاری از عقاید رایج را به محک بزند و راه را برای ارزیابی واقع بینانه تری از شیوه سازماندهی مطلوب بگشاید. چند قطبی.
اول محاسنی را که به این شیوه سازماندهی نسبت می‌دهند از نظر بگذرانیم. ما همگی با گفتاری که سالیان سال است سازمان چند قطبی روحانیت و آزادی انتخاب مرجع را مصداق دموکراسی می‌شمارد آشنا هستیم. این گفتار که گاه با تفاخر هم توأم می‌گردد چندان مقرون به حقیقت نیست، به این دلیل که صرف آزادی انتخاب مترادف دموکراسی نیست. دموکراسی در محدود بودن قدرت است و در این که میتوان از اعمال کننده آن پسش گرفت. در مذهب شیعه میتوان مرجع را عوض کرد، ولی در گستره قدرت وی و در چند و چون تبعیت مقلد از مجتهد چون و چرایی نیست. از این گذشته نفس وجود اجتهاد و تعدد مجتهدان در مذهب شیعه ضامن تحول این مذهب به شمار آمده است و بسیاری بر این عقیده بودند و احتمالاً هستند که به این ترتیب تشیع امکان انطباق با زمانه را دارد. این فرض نیز چندان با واقعیت منطبق نیست. چند قطبی بودن بیشتر مانع تحول گفتار مذهبی است تا تسهیل کننده آن. زیرا در این وضع برای اینکه تغییری در گفتار مزبور ایجاد بشود لازم است که اگر نه همگی مجتهدان صاحب نفوذ و مرید، لااقل بخش قابل توجهی از آنها بر سر این تغییر توافق بکنند و در راه قبولاندنش به دیگران بکوشند. طبعا این توافق باید از دوران حیات نوآوران فرا برود و در عمل تداومی چند نسله پیدا بشود تا مطلبی صورت عقیده مقبول و رایج پیدا کند. چنین امری نادر است و هنگامی هم که واقع بشود بسیار با کندی جا می افتد. مشکل اصلی در اینجاست که هیچ مرجعی اختیار قبولاندن این نوآوری را به همه مجتهدان و طبعاً عموم مؤمنان ندارد و در همه حال کس یا کسانی می توانند در برابر تغییراتی که نمیپسندند علم مخالف برافرازند و عده‌ای را نیز به دور خود گرد بیاورند. از حکایت نوآوری گذشته باید به یکی دیگر از نقاط ضعف سازمان چند قطبی نیز که در چهارچوب گفتار حاضر حائز اهمیت بیشتری است و متاسفانه چندان مورد توجه قرار نمیگیرد اشاره نمود و آن دخالت دادن سیستماتیک عوامل غیر مذهبی در بازی رقابت مجتهدان است. جا دارد که در اینجا قدری مطلب را بشکافیم. اگر بگوییم وحدت اقتدار مذهبی در بین شیعیان صورت کمال مطلوب دارد، خیلی به خطا نرفته ایم. چندگانگی مراجع جایگزین نامطلوبی است که برای وحدت از دست رفته به دلیل غیبت امام یافت شده و خود ذاتاً واجد ارزش نیست. کشف محاسن آن در موقعیتی واقع گشته که چاره دیگری در دسترس نبوده و همین باعث شده تا ارج و مشروعیت بیابد. با تمام این احوال کوشش برای رسیدن به اقتدار واحد که در رقابت مراجع بلندپایه بازتابیده هیچگاه متوقف نشده است. رقابت این مراجع برای اشغال مقام مرجع مطلق و همگانی و قبولاندن اقتدار خیش به رقبا و جمیع مؤمنان یکی از مضامین ثابت تاریخ تشیع به شمار می آید. از یک طرف در وضعیت چند قطبی امکان این که یک مرجع صرفاً به اتکای قابلیت‌های مذهبیش از رقبا پیشی بگیرد و به مقام ریاست مطلق صعود نماید بسیار کم است. از جمله به دلیل قاطع نبودن معیار عقلانی و حاجت به عصمت. وقتی معیار اصلی رقابت برای روشن کردن تکلیف رقابت کافی نبود، باید وسیله دیگری یافت و خود را به ترتیبی دیگر از رقبا متمایز نمود. از طرف دیگر موقعیت چند قطبی که ترمز تحول است، امکان بروز تفاوت‌های عمده را در گفتار مذهبی مراجع مختلف می‌کاهد
چون فردی را که چنین کند در معرض رانده شدن به حاشیه روحانیت و در برخی موارد تکفیر قرار می‌دهد. اگر به عقاید فقهی مجتهدان که محور اصلی رابطه آنان با مریدانشان است بنگریم، می‌بینیم که تفاوتشان با هم خیلی زیاد نیست. تفاوت‌های عقاید مذهبی آنها در جایی که موجود باشد بیشتر مربوط است به اموری که تخصصی است و تکنیکی و برای عموم مؤمنان چندان جالب و جذاب و حتی گاه قابل تعقیب هم نیست. پس جایی که قصد جلو افتادن از رقبا در میان باشد، باید تفاوت را در جای دیگری جست و عرضه کرد. در این وضعیت که نه میتوان به مقام اعلمیت دست یافت و نه با عرضه گفتاری متفاوت مؤمنان را به سوی خود جلب کرد، بهترین و نیرومندترین عامل تمایز موضع‌گیری سیاسی است. دست زدن سیستماتیک به دامان سیاست ثمر مستقیم وضعیت چند قطبی و وجود رقابتی است که نمیتواند به کمک شاخصهای صرفاً مذهبی دینامیسم لازم را پیدا کند. در این موقعیت کلاً دو راه پیش پای روحانیان برجسته قرار می‌گیرد. یکی جلب موافقت و پشتیبانی اقتدار سیاسی محض برتری یافتن بر رقبا، دیگر موضع‌گیری در برابر قدرت سیاسی و کوشش برای جلب پشتیبانی مردمی محض بالا بردن اعتبار مذهبی خویش و گاه تحمیل آن به دیگران. بزرگترین و موفقترین مثال این مورد دوم قدرتگیری خمینی است که توانست اقتدار سیاسی را از آن خود سازد و عملاً بازی رقابت چند قطبی بین رهبران مذهبی شیعه را ختم نماید. در یک کلام فضای چند قطبی همیشه در معرض وحدتیابی قرار دارد، منتها به صورت ناسالم و تحت تأثیر عوامل غیر مذهبی که سیاست در رأس آنها قرار دارد. وحدت یافتن سازمان چند قطبی نادر ولی ممکن است، اما به همان ترتیبی حاصل می گردد که در مورد خمینی دیدیم. یک سر سیاسی با برجسته شدن وجه غیر عقلانی کار که تأثیر الگوی عصمت امام در آن بارز است و همه وجوه دیگر اقتدار مذهبی را می‌بلعد، بی حساب و کتاب و خطرناک و ناسالم. در جمع شاید بتوان بزرگترین عیب این چند قطبی بودن را همین میدان دادنش به اختلاط دین و سیاست شمرد، نه میدان دادنی گذرا و اتفاقی که چند باری پیش آمده و معلوم نیست که در آینده تکرار شود یا نه. برعکس ضعفی ساختاری که به طور منظم دخالت عوامل خارجی و در رأس آنها اقتدار سیاسی را نه فقط ممکن بلکه تسهیل و تشویق می کند. تکلیف استقلال روحانیان هم در این وضع روشن است. البته این وضعیت همیشه از دید کسانی که قدرت سیاسی را اعمال می نمایند نامطلوب نیست، به این دلیل که مذهب و مذهبیان را اصولاً در موقعیت ضعف قرار می دهد و از رقابت مراجع عمده میدان خوبی برای مانور می سازد. مانوری که تقریباً همیشه سیاست در آن برنده است، چون می تواند خواستهای خیش را از موضع قدرت به مذهب که در موضع ضعف ساختاری قرار دارد تحمیل نماید. دولتی که می خواهد از مذهب برای پیشبرد مقاصد خیش استفاده نماید، ساختار چند قطبی را به سازمان تک قطبی ترجیح خواهد داد. فقط دولتی که اصولاً بخواهد از استفاده از مذهب صرف نظر نماید، می تواند سازماندهی یگانه روحانیان و استقلال آن را به طیب خاطر بپذیرد. یگانگی و جدایی، رامین کامران، تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف.
avogaboo.com. تک قطبی. در وهله اول چنین به نظر می آید که وضعیت تک قطبی باید در بین شیعیان بسیار پرطرفدار باشد، زیرا رهبری امام ایدئال تشیع است و در غیبت امام هم پیدایش مرجعی واحد لااقل رسما و تا آنجا که به گفتار مربوط است صورت کمال مطلوب دارد، ولی در عمل این طور نیست به دلیل محاسن معمولاً موهومی که به وضعیت چند قطبی نسبت داده شده و بعضی از آنها را بالاتر از نظر گذراندیم. برخی از مؤمنان تصور می کنند که اقتدار تک قطبی دامنه آزادی انتخاب آنها را تنگ می سازد و شماری از روحانیان نیز تصور می نمایند که به این ترتیب حوزه استقلال شخصی آنها محدود خواهد شد. در صورتی که اگر چنان که بالاتر گفته شد نمای گروهی و مکانیزم‌های عمل داخل گروه روحانیان را در نظر بیاوریم، متوجه خواهیم شد که نه آن آزادی گستره‌ای قابل توجه دارد و نه این استقلال مجال عملی در خور اعتنا. استقلال عمل روحانیان به دلیل نوع رقابت جمعی محدود است و همین امر در نهایت آزادی انتخاب مؤمنان را در عین حفظ پوستش از محتوا خالی می کند. احساس غبن از تغییر وضعیت چند قطبی اگر موجود باشد اغراق‌آمیز است و نقطه ضعف بنیادیش انحصار توجه به وجه فردی ماجراست. فکر این که اگر چنین شود من چه از دست خواهم داد. این دل مشغولی حتما ناحق نیست، ولی افق محدودی دارد و از آن مهمتر بر ارزیابی درستی استوار نیست و به هر حال نباید مانع دیدن محاسن جمعی و کلی این ترتیب سازماندهی بشود. بارزترین نقطه قوت ساختار تک قطبی و متمرکز راهگشایی برای شکلگیری شخصیت حقوقی روحانیت و به تبع جمیع مؤمنان است. از این گذشته تقویت سازمان مذهبی و کمک به حفظ استقلالش هم هست. اول با تضعیف اساسی عامل سیاست در رقابت‌های درونی روحانیان که نخواهد توانست جداگانه دست به سوی جمع مؤمنان یا به دامان اقتدار سیاسی دراز کنند و از سیاست به اقتدار مذهبی میانبر بزنند. دوم با تقویت موضع روحانیت در برابر اقتدار سیاسی که اگر مداخله‌گر باشد ترجیح می‌دهد با چند قطب ترجیحاً ضعیف مذهبی طرف باشد، نه با یکی که تمام نیرو را در خود متمرکز کرده است. از اینها گذشته این ترتیب سازماندهی به دلیل تبعیت از مرجعی که حکمش قاطع و فاصل است تکلیف درست دینی را به بارزترین شکل معین می کند و بر همه روشن می سازد که اصلاً و اصولاً اعتقاد و گفتار و کردار مذهبی درست از چه قرار است، چرا می توان و چرا نمی توان به پای اسلام نوشت و هر جا که لازم باشد بر دعوای بیپایان مجتهدان رسمی و مجاز که دائم در این باره کشمکش دارند نقطه پایان خواهد نهاد. راه تحول گفتار مذهبی به این ترتیب است که باز خواهد شد و صورت روشن و منطقی خواهد گرفت. البته در اینجا هشدار مهمی لازم است. نباید این وضعیت را مترادف انطباق آنی گفتار مزبور با خواست مردم شمرد و درباره‌اش خیال پردازی کرد یا بنا بر تعریف حال به هر معنی مترقیانه به حسابش آورد، یا اینکه تصور کرد مذهب به این ترتیب بلافاصله و با همان سرعت نرم افزارهای کامپیوتری روزآمد خواهد شد. اینها همه خیال خام است، ولی شیوه اداره مذهب در این حالت تغییر اساسی خواهد کرد. به هر حال اینها منافعی است که برای اهل مذهب بسیار مغتنم است
مشکل در این است که پیدایش وحدت مذهبی و تمرکز اقتدار مذهبی که بدون آن مؤمنان قادر به پیدا کردن شخصیت حقوقی نخواهند بود، چنان که بالاتر هم اشاره شد، مستلزم تصاحب عصمت است. حال به این بخشش بپردازیم. تحصیل عصمت. عصمت ضامن نهایی وحدت است، ولی در اینجا سؤالی مطرح می شود. تمرکز عصمت و وحدت روحانیت و طبعاً مؤمنان به هم وابسته است، اما کدام یک از اجزای این دو بر دیگری مقدم است؟ تصور رایج که مبتنی است بر دیدگاه مذهبی از این قرار است که پیدایش مرجع معصوم یا به عبارت دیگر روشن شدن تکلیف عصمت نقطه احیای وحدتی است که با غیبت امام از دست رفته است و قاعدتاً باید با ظهور دوباره او برقرار بشود. انتظار ظهور از این دیدگاه معنا پیدا می کند و ظهور امام هم قرار است در وهله اول وحدت و سپس عدالت را برقرار سازد. این دید را می توان به عبارتی کلامی یا اعتقادی نامید، چون خاصیت عصمت را که فیضی الهی است نه فقط از دید ارزشی بر همه عوامل تاریخی و انسانی مقدم می شمارد، بلکه از بابت توضیحی نیز مهمترین عامل و نقطه شروع حرکت به شمارش می آورد. در مقابل می توان دیدگاه دیگری را نیز عرضه نمود که می شود جامعه شناسانه نامیدش. از این دید سازمان و وحدت سازمانی مقدم است و هنگامی که این حاصل گشت، عصمت هم چه به طور صریح و چه ضمنی نصیب آن خواهد شد. طبعا در اینجا صحبتی از فیض الهی نیست و اگر هم باشد در اول حکایت و در نقطه مبدأ نیست، بلکه در پایان ماجرا و نقطه ختام آن است که عصمت هویدا و مؤثر می گردد. آنجایی که وحدت سازمانی ایجاد و تأثیرگذار شد، می توان بعد از واقعه کل جریان و موفقیت در راه ایجاد وحدت را حاصل فیض الهی شمرد و عصمتی را که به اقتدار واحد مذهبی نسبت داده می شود از دیدگاه کلامی تئوریزه کرد. روشن است که این دیدگاه جامعه شناسانه صرفاً توضیحی است و وجه ارزشی ندارد. خود نظام اسلامی مثال خوبی از این تقدم عنصر سازمانی است بر پیدایش مرجع معصوم. خمینی هیچگاه از بدو پا گذاشتن در راه گرفتن قدرت سیاسی تا زمانی که از دنیا رفت مطلقاً ادعای معصوم بودن نکرد و پیروان سینه چاکش هم هیچ وقت چنین نسبتی به وی ندادند. جانشینش نیز با وجود زمزمه‌های تبلیغاتی ناگزیر که برای تقدیسش می شود به صراحت مدعی عصمت نشده و در میان تمام صفاتی که رسماً به وی ارزانی شده است این یکی جایی ندارد. ولی از سوی دیگر شاهدیم که رهبر جمهوری اسلامی و به عبارت وسیع‌تر دستگاه حکومتی اسلامی در باب مذهب تصمیم‌هایی گرفته و به همگان عرضه و در صورت لزوم تحمیل کرده که فقط می‌تواند به پشتوانه عصمت اعتبار داشته باشد. حکومت اسلامی به دلیل وحدت سازمانی که به یمن چنگ انداختن بر دستگاه دولت ایجاد کرده است، در عمل عصمت را اعمال می کند بدون اینکه بتواند رسما تصاحبش نماید. این ناتوانی دو دلیل دارد. اول، طبعاً این اعتقاد ریشه‌دار و کهن است که شمار معصومان از 14 بیشتر نیست و افزودن بر شمارشان بدعتی است مذموم. در این شرایط صحبت از عصمت رهبر جمهوری اسلامی کردن به دلیل استبداد و زورگویی این نظام فقط بر شدت واکنش مردم نسبت به آن خواهد افزود و بعد مذهبی این اعتراض را که حکومت بسیار نسبت به آن حساس است
تقویت خواهد نمود. ولی دلیل دومی هم هست که در پس این یکی قرار گرفته و اهمیت ساختاری دارد. تفکیک نشدن عصمت از حاکمیت و طبعاً تهدید نشدن آن است که کار تصاحبش را مشکل و به عبارتی غیر ممکن کرده است. تا وقتی که روحانیت نتواند این دو را از هم جدا کند، نخواهد توانست عصمت را تصاحب کند و خود را متکی به تأیید الهی معرفی نماید. چون در این حالت تنها الگوی موجود عصمت که همان عصمت امام است در دسترسش خواهد بود که برایش غیر قابل استفاده است. روحانیان نه از مقام فوق انسانی ائمه برخوردارند و نه در شرایطی تاریخی قرار دارند که بشود در آن حاکمیت و عصمت را در یکدیگر تحلیل برد و همزمان اعمال کرد. در این وضعیت نظر داشتن به الگوی ائمه و احتراز از تهدید عصمت اقتدار مذهبی را تضعیف می کند، زیرا از پشتوانه الهی محرومش می سازد. تصاحب عصمت مستلزم تهدید آن است و این هم به نوبه خود مشروط به تفکیک آن از حاکمیت است و به همین جهت در نظام فعلی از اساس ممکن نیست. برای انجام این کار باید منتظر ساقط شدن نظام اسلامی ماند که راه را برای تهدید و تحصیل عصمت باز کند. تهدید عصمت. ما مقوله عصمت را برخلاف حاکمیت از مغرب زمین اخذ نکرده ایم. این خاصیت به شکل کمابیش خام در بنیانگذاری همه ادیان و سپس در اداره بسیاری از آنها نقش ایفا می‌کند. اسلام و تشیع هم از این امر مستثنا نیستند. نکته در این است که در این مذهب مفهوم عصمت هر جا که به کار رفته بیانگر اقتدار بیمرزی بوده است که سرچشمه تقدس است، ولی در همه جا گسترده. آنچه که امروز لازم داریم تعریف و به تبع تهدید عصمت است که باید به قرینه حاکمیت انجام بپذیرد تا بتواند شکل درست پیدا کند و از همتای سیاسی خود مجزا بشود. در این مورد باید به تجربه تجدد و کشورهایی که در این راه پیشگام بودند نظر داشت. از یک سو عصمت به صورت خام به کار ما نمی آید، بلکه فقط مذهب را به حالت بدویش باز می گرداند. ولی از سوی دیگر کار تهدید این خاصیت هم نمی تواند به هر ترتیبی انجام بپذیرد. می توان اقتدار مذهبی را از بیرون به طور عملی و به اتکای نیروی سیاسی محدود کرد و اصلا کاری هم به توجیه نظری و مذهبی این محدودیت و چند و چون اعتبارش نداشت. ولی این روش مشکل ما را نمی گشاید. وقتی صحبت از تهدید عصمت می کنیم، محدود شدن اقتدار مذهبی از درون مورد نظر است. طبعاً به ترتیبی که از دید اولیای مذهب و نیز مؤمنان معتبر باشد. هنگام صحبت از تهدید عصمت باید مسئله منشأ الهی آن را با وجود اینکه از دید غیر مؤمنان بی‌اعتبار است دائم مد نظر داشت. برخلاف حاکمیت که منشأ انسانی دارد، عصمت به دلیل اینکه مؤمنان برایش سرچشمه الهی قائلند فقط با ارجاع به این منشأ قابل تهدید است. البته کسی که به عصمت اعتقاد ندارد تهدید آن را هم بی موضوع می شمارد، ولی باید هنگام محدود کردن دامنه اقتداری مذهب نظر مؤمنان را هم به حساب آورد، وگرنه کار فقط به زورآوری ختم خواهد شد و در دراز مدت بی‌عاقبت خواهد بود. این را نیز به طور گذرا یادآوری بکنم که عصمت در صورت تهدید به عنوان خاصیت رقیق نمی شود و قطعیت حکمی که با اتکای بدان صادر شود کاهش پیدا نمی کند. این حوزه عمل عصمت است که محدود می گردد، نه کاراییش. تهدید عصمت اساساً مستلزم عقلانی کردن الهیات است. به علاوه برای اینکه تعیین عقلانی حدود مذهب و عصمت معتبر باشد، باید آنچه از منشأ عصمت صادر می گردد
یکسر مطابق عقل باشد و چون نمیتوان خدا را تابع چیزی شمرد که غیر از خود او و خارج از خود او باشد، پس نمیباید عقل را مخلوق فرض کرد، بلکه باید جزئی از ذات الهیش شمرد و در نهایت باید به عبارت کلاسیک دانایی الهی را بر توانایی وی مقدم شمرد، یعنی اراده الهی را یکسره مطابق عقل به حساب آورد. در الهیات عقلانی معنای قدرت نامتناهی الهی از این قرار است که آنچه خدا بخواهد می شود و هرچه خدا بخواهد می شود، ولی خدا هر چیزی را نمی خواهد و ارادهش بر امر نامعقول قرار نمی گیرد. طبعاً مقصود همان عقلی است که بشر هم از آن بهره دارد. روشن است که صحبت از دو جور عقل نمی توان کرد و یکی را به خدا نسبت داد و دیگری را به بشر. عقل اسباب تمایز درست از نادرست و نیک از بد است. اگر دو عقل به یکسان از عهده این کار بر بیایند که ماهیتشان یکی است و اگر یکی ناتوان از این کار باشد و دیگری قادر، همین دومی سزاوار خواهد بود که عقل خوانده شود. تفاوت بین خالق و مخلوق در گستره دانش است و در نبود مزاحمت برای کار کردن عقل، نه در اینکه اینها دو جور عقل مختلف دارند. بدیهی است که در این حالت آنچه را که عقل نپذیرد نمیتوان به خدا نسبت داد و پایه استنباط پیام و اراده الهی عقلانی بودن تفسیر خواهد بود. اگر غیر از این باشد و اگر قرار باشد خدا امور خلاف عقل را هم اراده کند، پایه خداشناسی متزلزل می‌گردد، چون موضوعش تابع هیچ منطقی نخواهد بود. قدم دوم تهدید عصمت پذیرش این امر است که هرچند اقتدار الهی کون و مکان را فرا می‌گیرد، حوزه اقتدار بنیانگذار و اصحاب دین به آن اندازه نیست، چون اگر بخواهیم اینها را همتراز فرض کنیم، افراد بشر برخوردار از عصمت را در رده خدا قرار دادیم که حرفی است نامعقول و توسط هیچ مذهبی پذیرفته نیست. سخنان قلوب آمیزی هم که برخی در این باب میگویند ابداً محل اعتنا نیست. بهره‌وری از عصمت یعنی پشت داشتن به دانش و اقتدار الهی، نه در اختیار داشتن آن، و عصمت هم قرار است پرتوی از دانایی و توانایی الهی باشد، نه خود اینها. روحانیت در حوزه محدود دین از پشتوانه عصمت برخوردار است و تازه در این حوزه هم نمیتوان هر تصمیم روحانیت را به عصمت منسوب کرد و به این دلیل از خطا بری‌اش شمرد. عصمت قاعدتاً در مواردی به کار می آید که اساسی باشد و نتوان به طریقی صرفاً عقلانی از بین پاسخهای معقولی که عرضه شده یکی را برگزید، نه در هر جا و هر مورد. نکته جنبی را هم ذکر کنم. در فرهنگ ایران معمولاً هر جا که صحبت از کنار زدن خشونت مذهب و دوری از تعصب است، پای عرفان به میان می آید و مفهوم عشق در حوزه این گفتار که نقش اساسی دارد محور کار می شود. در اینجا درست برعکس است و عقل است که باید محور محدود کردن اقتدار دینی و احتراز از زورگویی به دیگران بگردد. شاید بتوان گفت که مسلط نشدن الهیات عقلانی در اسلام است که به مقدار زیاد باعث شده تا تمامی بار تعصب ستیزی بر عهده عرفان گذاشته شود. تهدید عصمت و اقتدار دینی توسط اهل تخصص انجام می‌گیرد، یعنی متعلهین و در جمع توسط روحانیت. گروه اخیر به این ترتیب است که برای اقتدار خیش چارچوبی منطقی می‌یابد و آن را محدود می‌سازد. طبعاً نه به این صورت که بیاید و بگوید من که اختیارات الهی نامحدود دارم، نقداً از این اختیارات به طور کامل استفاده نمی‌کنم. چنین محدودیت موضعی و دلبخواهی که در حکم تأکید ضمنی بر بی‌حد بودن اختیار روحانیت است، مشکلی را حل نمی‌کند. راه حل درست
محدود شمردن این اختیار به اعتبار عقل است. اضافه کنم که تن ندادن به این کار به روحانیت اختیار نامحدود نمی‌دهد، چون چنین اختیاری نه فقط با عقل نمی‌خواند، از اصل و اساس ممکن نیست، بلکه گروه اخیر را وارد میدان زورآزمایی از موضع ضعف با قدرت سیاسی می‌کند و دین را در معرض سوء استفاده سیاست قرار می‌دهد. محدود کردن عقلانی عصمت مستلزم این است که اعتبار و استقلال حوزه‌های مختلف حیات اجتماعی انسان به رسمیت شناخته بشود و مذهب یکی از این حوزه‌ها در کنار بقیه محسوب بگردد، نه تنها حوزه باشد و نه جامعه کل آنها. این در حکم کنار گذاشتن ادعای فراگیری مذهب است و پذیرش این که قرار نیست برای همه چیز و همه کس تکلیف تعیین کند. محدودیت اصلی عصمت اینجاست که به حکم عقل صورت می‌پذیرد و در صحنه نظر واقع می‌گردد و توجیه کننده آن در حوزه عمل می‌شود. در مقام مقایسه یادآوری کنم که محدود شدن عصمت را می‌توان مشابه محدودیت حاکمیت شمرد که باید تابع عقل باشد و نمی‌تواند به صورت اراده مطلقاً آزاد عمل کند. شباهت دیگر اینجاست که حاکمیت فقط هنگام بنیانگذاری واحد سیاسی و تعیین نظام سیاسی است که به وسیع‌ترین شکل عمل می‌کند و در گسترده ترین معنای خود به کار گرفته می شود. طی اداره معمول یک واحد سیاسی، حوزه عمل آن محدودتر است. عصمت هم در مورد بنیانگذاری مذهب است که بیشترین پهنه عمل را دارد و در اداره روزمره دین توسط روحانیان بسیار محدودتر عمل می کند. اما تفاوت عمده هم بین این دو هست. اگر تغییر نظام در یک واحد سیاسی در طول زمان ممکن است، در زمینه عصمت نمیتوان به عینه صحبت از تغییر نظام کرد، چون تعویض منشأ عصمت برخلاف حاکمیت که از پادشاه گرفته شد و ارزانی ملت گردید متصور نیست. آنچه میتوان در مذهب طبعاً با قید احتیاط به تغییر نظام تعبیر کرد، محدود شدن عصمت است در قالب عقل. منضبط شدن سازمان و اختیارات روحانیت و پیدایش مجرای درست برای شکل گرفتن و بیان قبول مؤمنان. ولی این را نیز باید اضافه کرد که در حیات معمول مذهب تنش اصلی بین تخصص روحانیان و قبول مردم واقع می شود و عصمت به این دلیل که اصولاً و از ابتدا پاسخ خاصی برای سوالات مختلف در زمینه مذهب عرضه نمی کند و نقش تایید نهایی را بر عهده دارد، وارد کشمکش نمی شود. هرچند در نهایت احراز آن است که تعیین می کند چه مرجعی در باب درستدینی حرف آخر را می زند. کشمکش بر سر محل عصمت قرنها در کلیسای کاتولیک ادامه داشت. پایه اصلی کار که واجده عصمت بودن کل امت مسیحی بود، نمیتوانست بنیاد سازماندهی بشود و در دل روحانیت هم کشمکش بین پاپ بود و اسقف‌هایی که در مجمع اعلی گرد می آمدند. در عمل سه راه موجود بود. یکی این که عصمت به مجمع نسبت داده شود، دیگر این که تصمیماتی که پاپ و مجمع با هم میگیرند متکی به عصمت محسوب گردد. در نهایت اینکه شخص پاپ معصوم شمرده شود. این صورت آخر بالاخره بعد از چند سده در قرن 19 مجمع اول واتیکان صورت دوگم رسمی کلیسای کاتولیک را پیدا کرد. راه حلی که روحانیت شیعه البته در صورت تمرکز و سازمان یافتن برای به کار انداختن عصمت پیدا خواهد کرد از پیش معلوم نیست، ولی در اینجا هم دو قطب اصلی اعمال قدرت، جمیع مجتهدان از یک طرف و از طرف دیگر فرد یا گروهی خواهد بود که در رأس سازمان قرار می گیرد. استقلال مادی.
لفظ داشتن سازمان واحد و متمرکز حتی در صورت برخورداری از عصمت و در عین تعادل 3 عنصر اقتدار مذهبی، عصمت و علم دین و قبول مؤمنان برای استقلال اقتدار مذهبی کافی نیست. این امر مستلزم داشتن استقلال مادی نیز هست که بسیار مهم است. هرچند صحبت مذهب و مابعدالطبیعه در میان است، نباید از یاد ببریم که در استقلال معیار مادی اهمیت اساسی دارد و اگر بخواهیم با کاربرد لفظ فرنگیش قدری شوخی بکنیم، وجه ماتریالیستی کار نقش تعیین کننده دارد. روشن است که دولت نمیتواند به روحانیت حقوق بدهد و مدعی جدایی هم بشود. پس اگر طالب جدایی هستیم، باید فکری هم برای استقلال مادی روحانیت بکنیم، وگرنه این جدایی تکیهگاه مادی نخواهد داشت و اگر هم شکل بگیرد به سرعت از هم خواهد پاشید. نمیتوان هم جدایی را خواست و هم به لوازم آن بی‌اعتنا بود. پایه اول و اصلی این استقلال وجوهاتی است که مؤمنان در اختیار روحانیت قرار می‌دهند و در صورت ایجاد وحدت باید به حساب واحدی ریخته بشود. ولی نکته در این است که هیچ معلوم نیست این وجوهات کفاف اداره دستگاه واحد روحانی را بدهد، به خصوص که عقب نشینی مذهب در جوامع مختلف این نوع درآمد را کاهش می‌دهد. میماند اوقافی که مصرف مذهبی برایشان پیش بینی شده و نیز زیارتگاه‌ها که در بعضی موارد درآمدهای کلان دارد. روحانیان همیشه نسبت به این منابع درآمد ادعا داشتند و به هر صورت ادعایشان را هم نمیتوان بی‌پایه شمرد. دولت مدعی جدایی نمیتواند اموال مذهبی را یکجا ضبط کند و به روحانیت هیچ ندهد. از سوی دیگر واگذاشتن همه این درآمدها بدون هیچ شرطی به روحانیت از احتیاط به دور است. تعیین حد و حدود این امتیاز بزرگ باید در عمل و با اعتنای به شرایط روز انجام بگیرد و به خصوص به تناسب همراهی روحانیت در شرف وحدت با اقتدار سیاسی و با نظام دموکراسی لیبرال و لاییک. خلاصه اینکه اداره این اموال باید تابع حقوق و نظام مالیاتگیری کشور باشد و میزانی که از این اسباب مهم استقلال به روحانیان واگذار می‌گردد باید راه و روشی که گروه اخیر برای استقلال خود انتخاب می‌کند تناسب داشته باشد. هنگام جدایی و به عبارتی موقع طلاق گفتن مذهب باید مهر درستی به آن داد و دولت ایران باید در مقابل قبول ترتیباتی که برای رابطه مذهب و سیاست معین خواهد نمود دست روحانیان را به تناسب بر این منابع بگشاید. استعداد استقلال. اینکه استقلال روحانیت گرهگاه اصلی لایسیته در ایران است چندان جای شک ندارند. شکلی را هم که این استقلال باید بگیرد میتوان به طور کلی در نظر آورد، ولی مسئله این است که استقلال روحانیت را نمیتوان صرفاً به اتکای اراده و به حکم دولتی برقرار ساخت. اقتدار سیاسی حداکثر میتواند راه را برای این امر باز کند و اعلام کند که آماده است تا استقلال روحانیت را به رسمیت بشناسد و در راه تحکیم آن گام بردارد، ولی نمیتواند این استقلال را از اصل ایجاد نماید، زیرا چنین کاری باید بنابر تعریف از سوی طرفی انجام بپذیرد که قرار است به استقلال دست پیدا کند. در اینجا 2 سوال مطرح می‌گردد. یکی اینکه روحانیان ایران چه حد استعداد نه استحقاق استقلال دارند و دیگر اینکه چه اندازه به این کار تمایل دارند. این استعداد استقلال را می‌توان زیر 3 سرفصل کلی سنجید: وجه کلامی کار، وجه مادی و وجه سازمانی کار. از آخری شروع می‌کنم که به تصور من مهمترین است و در حق آن 2 دیگر نقش تعیین کننده خواهد داشت. وحدت امروزین روحانیت شیعه نمی‌تواند به طور مستقیم پایه تمرکز سازمانی اقتداری بشود که با دموکراسی لیبرال و لاییک سازگار باشد. به چند دلیل.
استقلال فعلی روحانیت اگر بتوان آن را به معنای درست کلمه استقلال خواند، متکی است به نظریه پردازی های خمینی که از دیدگاه جدایی مطلقاً اعتباری ندارد و جز مزاحمت از آن بر نمی آید. بنابراین باید یکسره به دورش ریخت و پایه نوین و درستی برای کار گذاشت. دیگر اینکه دوام وضعیت حاضر صرفاً متکی است به زور دولت و هنگامی که این زور از پشتش برداشته شود به سرعت تمام فرو خواهد ریخت. برای استقلال قدرتی لازم است که اتکای به درون داشته باشد. علاوه بر اینها مجلس خبرگان فعلی که میتواند نمادی باشد از گردهمایی آینده مجتهدان گرفتار دو عیب است. اول اینکه منتخب مردم است و کار عصمت و قبول مردمی و کارشناسی مذهبی را به بدترین و ناسالمترین شکل به هم آمیخته است. دیگر اینکه انتخابات آن از اول توأم با تقلب بوده است و هیچگاه اعتباری نداشته که بتوان دستمایه آینده کرد. در موقعیت فعلی دولت باید مخاطب خود را بسازد و به عبارت دقیق‌تر به ساخته شدن آن یاری برساند. به تصور من برای برقراری استقلال روحانیت باید کار را از بنیاد شروع کرد و تمامی مجتهدان را بدون فراموش کردن گستره جهانی تشیع گرد هم آورد. به آنها آزادی عمل داد و اختیار مؤسسان سازمان واحد و مستقل روحانیت شیعه را به آنها واگذار نمود. تصمیمات گروه اخیر باید منطبق باشد با الزامات برقراری نظام سیاسی نوین ایران و در مقابل و به تناسب این همراهی از اسباب استقلال مادی بهره ببرد. این تنها راهی است که برای گشودن گره وحدت سازمانی روحانیت به نظر من میرسد، چون همانطور که بالاتر هم گفتم وجه سازمانی کار را اصل میدانم. تحصیل و تهدید عصمت مقدم بر وحدت انجام نخواهد شد و از آن برخواهد خواست. باید راه استقلال را پیش پای روحانیت گشود و بدان سوقش داد و البته به فکر وجه مادی آن نیز که اساسی است بود. به هر صورت مسدود شدن درآمدهای دولتی و روگردانی از روحانیت و حتی اسلام که امروز در مردم پیدا شده مشوق روحانیان شیعه برای رفتن به سوی استقلال خواهد بود. بزرگترین گامی که این گروه تا به حال در راه استقلال برداشته پس از سقوط دولت صفوی و قطع درآمد روحانیان پیموده شده است. در آن زمان روحانیان توانستند با جلب پشتیبانی جامعه و با توجیه اخذ وجوهات ممری برای معاش خیش بیابند، ولی این بار بسیار بعید است که پس از قطع درآمد دولتی مردم دست یاری به سویشان دراز کنند. روحانیت باید راه دیگری برای کسب درآمد بجوید و در این شرایط اعطای استقلال مادی به روحانیت پیشنهادی نخواهد بود که گروه اخیر بتواند رد کند و بهتر است از همکنون خود را برای پذیرش شرایط آن آماده سازد. راه بی بازگشت است ولی خیر پیش است. خلاصه اینکه وجه مادی کار مشکل چندانی ایجاد نخواهد کرد، چون منابع موجود به راحتی کفاف احتیاجات روحانیت متحد و مستقل شیعه را خواهد داد. حد و حدود این امکانات مادی حین مذاکره با دولت آینده ایران تعیین خواهد شد و همانطور که گفته شد تابع عوامل موضعی و به خصوص سیاسی خواهد بود. تا آنجا هم که به وجه کلامی کار مربوط است، تمامی زحمت بر عهده خود روحانیان خواهد بود تا ترتیباتی را که لازمه استقلال است از نظر بگذرانند و برای آنها در قرآن و سنت و حدیث و روایت پایه‌های لازم را بجویند و گفتاری عقلانی را که چنین وضعی را توجیه و تحکیم نماید بسازند و به دیگران عرضه بدارند. میتوان در این زمینه خوشبین بود و امید به چرب دستی علمای دین داشت. در جمع حدود استقلالی که روحانیت شیعه به دست خواهد آورد به چند عامل بستگی دارد.
اول از همه اراده اقتدار سیاسی. تصور می کنم که تا اینجا روشن شده باشد که از نظر من این اراده باید در حد اعلا باشد و بکوشد تا اسباب استقلال روحانیت را به بهترین و بیشترین وجه فراهم بیاورد. چون این هم به نفع مردم است، هم لازمه جدایی است و هم حقوق مؤمنان و روحانیان را به عادلانه ترین وجه تحقق می بخشد. عامل دوم، اراده خود روحانیان برای رفتن به این راه خواهد بود که حد و حدودش را از بیرون نمیتوان تعیین کرد، فقط میتوان به توانش امیدوار بود. عامل سوم هم اوضاع سیاسی، یعنی آمادگی مردم، همراهی روحانیان با الزامات حکومت دموکراتیک و لاییک و از اینها گذشته شرایط سقوط حکومت فعلی خواهد بود که طبعاً هرچه با خشونت کمتر واقع بشود به کار بیشتر مدد خواهد رساند. به هر صورت بهتر از اولیای نظام اسلامی هرچه زودتر بپذیرند که نظام ساخته خمینی از بابت اعتبار سیاسی و مذهبی و اجتماعی مرده است و هرچه زودتر به گور برود و به نفع همه خواهد بود. این یکی تشییع جنازه‌ای نیست که بتوانند به کمک نیروهای امنیتی و چند لباس شخصی در آن اخلال نمایند. هراس تجربه تراژیک سال 57 نیز هنوز بر خاطر مردم ایران سنگینی می‌کند و متاسفانه در تحلیل موقعیت امروز و ترسیم تصویر آینده اخلال می‌نماید. خیال این که استقلال روحانیت دستش را برای حمله ور شدن به قدرت سیاسی باز خواهد گذاشت، این ترس را در دل بسیاری نو می‌کند. در اینجا هم باید نکته‌ای را یادآوری کرد. قدرتگیری خمینی در سال 57 بیشتر ثمره وابستگی دین و دولت بود تا استقلال روحانیان. بخش آخر دوران آریامهری از انقلاب سفید تا انقلاب اسلامی یکی از دوره‌هایی است که روحانیان بسیار تحت نفوذ دولت بودند و مطابق خواست قدرت سیاسی عمل می‌کردند و البته در مقابل از الطاف همایونی بهره‌مند می‌گشتند. آنچه به خمینی فرصت داد تا بر قدرت سیاسی چنگ بیاندازد استقلال خودش نبود که به قیمت مخالفت با دستگاه سیاسی نصیبش گشته بود و مخالفان را نیز به گرد وی جمع کرده بود. اتکای نظام آریامهری به مذهب بود برای کسب مشروعیت. آزادی عمل خمینی تا اندازه‌ای از بیرون بودن خودش از حوزه اقتدار دستگاه دولت ایران حاصل می‌گشت و بیش از آن از مجال گسترده‌ای که همین دستگاه برای روحانیت و گفتارهای اسلامی و اسلامگرا باز گذاشته بود. سیادت خمینی بر حرکت اعتراضی بیشتر با وابستگی نظام سیاسی اتوریتر ایران به مذهب ممکن شد تا استقلال روحانیان. آن نظام از مذهب برای تحکیم موقعیت خود و کوبیدن مخالفان استفاده می برد و به خطا تصور می کرد که در قبال پرداخت انواع کمک به روحانیان از آنها خدماتی را که می خواهد می گیرد و بس. خدشه‌ای را که این معامله به استقلال خودش وارد می کرد نمی دید، چون در موضع قدرت بود و این وضعیت را تغییر ناپذیر تصور می کرد. این وابستگی باعث گردید که طی انقلاب حکومت شاه نه بتواند تکلیف خود را با روحانیان روشن سازد و معلوم کند که دشمنشان می دارد یا متحدشان محسوب کند و نه اینکه بتواند در مقابل حملاتی که از سوی روحانیان و در قالب گفتار مذهبی به وی میشد و از حد محافظه‌کاری سنتی فرا رفته بود و انقلابی شده بود واکنش درستی نشان بدهد. در آن دوران دو اقتدار مذهبی و سیاسی به هم اتکا داشت و انقلاب اسلامی از این پیوند زاده شد، نه از استقلال و زورمندی روحانیان. قدرتی که در اختیار روحانیت قرار گرفت
از مخالفت مردم با دستگاه فاسد استبداد سلطنتی برمیخواست، نه از عشق به مذهب و آرزوی زندگی زیر حکم آخوند. آنچه باعث شد تا این نیرو در نهایت به حساب خمینی ریخته شود، مجال عملی بود که روحانیان به دلیل نزدیکیشان به حکومت داشتند و دیگران نه. در مقابل این سخنان باید گفت که طلب کردن ذلت دیگران نه فقط ناشایسته است، بلکه در نهایت دامنگیر خود ما خواهد شد. گروه‌های عمده اجتماعی را با سیاست درست منضبط می‌کنند، نه با زور پلیس، با منتظم کردن و آزاد گذاشتن آنها در انجام کارکردشان. در این شرایط اگر کسی از آزادی افراد و گروه‌ها می‌هراسد، اصلاً نباید پا در راه آزادی خواهی بگذارد و در نهایت اینکه جلوگیری از تکرار تجربیات تلخ گذشته با بروز واکنش دیر وقتی که به موقعش نشان نداده ایم ممکن نمی گردد. با تحلیل درست و با عمل کردن به اقتضای شرایط صورت می پذیرد. باید آینده مملکت را در نظر گرفت و از خود دوراندیشی نشان داد. این مصیبتی که ما می کشیم و هنوز ختم نشده از وابستگی دو اقتدار سیاسی و مذهبی به هم است و کشیده نشدن مرز معقول بین آنها. چاره کار ادامه این وضعیت با تغییر تعادل قدرت نیست، ختم آن است به طور روشن و قاطع. هر معضل بزرگ تاریخی یک فرصت بزرگ تاریخی نیز هست، زیرا جستن راه چاره اش افق نوینی را در برابر ما می گشاید و توانمان را برای پیشرفت نو می کند. اینکه از فاجعه حکومت اسلامی راهی به سوی بهتر شدن باز کنیم یا فقط سرافکنده به گذشته بازگردیم، به اراده و آرمانگرایی خودمان بستگی دارد. در پایان باز هم نکته ای را که در ابتدای کتاب ذکر کردم متذکر می شوم. آنچه آمد نه برای راضی کردن اسلامگرایان به ترک مسالمت آمیز قدرت نوشته شده، نه محض الغای شبهه که چنین کاری ممکن است. تمامی این سخنان مربوط است به بعد از براندازی. برای رسیدن به این مرحله می باید اول نظام حاضر را ساقط کرد. براندازی شرط لازم جدایی است و خاص جدایی شرط موفقیت در براندازی. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام بستر خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمامی فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. avayabooth.com